خب منم دارم ریکورد میکنم. فقط این ترانسکریپت رو ببندیم بهتره. خب الان برای من زیرنویس میندازه؟ نه. اوکی. صدام ضعیفه. شما صدای منو خوب دارین الان؟ من خوب. همه صدای منو خوب دارن؟ بله. بسیار عالی. خب شروع کنیم دیگه. به نظر من نمیدونم با چی شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم میگن چی میگن. خب اول از اینکه از همه بچه‌هایی که امروز اینجا جمع شدن، حالا اومدن، که کسایی که تونستن، چه کسایی که نتونستن هنوز جوین بشن و چه کسایی که قرار جوین بشن و کسایی که اصلا قرار نبود جوین بشن و الان دارن این ویدیوی ضبط شده رو میبینن، تشکر میکنیم برای وقتی که میذارن. امروز من، مازیار و خانم هدایتی سپیده قرار یک اینتروداکشن خیلی کلی در مورد این فرایند اپلای و اینکه چجوری بالاخره ایمیل بزنین و استاد پیدا کنین و اینجور چیزا برای دانشجوهای روانشناسی این جلسه رو ما گذاشتیم. و علت اینکه برای دانشجوهای روانشناسی این جلسه رو گذاشتیم به خاطر اینه که داستان اپلای کردن به روانشناسی یه مقدار متفاوت‌تر از اپلای کردن به رشته مهندسیه و معمولا چون این پیج‌های اپلای اینجور چیزا اکثرا کسایی که اینا رو میگردونن با پیش زمینه مهندسی هستن معمولا راهنمای خوبی نمیتونن باشن برای کسایی که دارن به رشته‌های علوم انسانی و علل خصوص روانشناسی اپلای میکنن. به خاطر همین فکر کردیم ما یک نیازی باشه، هرچند برای for the most part اصطلاحاً اینا شباهت دارن به هم دیگه، ولی تفاوت‌های خیلی ریزی داره که ما قراره امروز رو اونا صحبت کنیم. با توجه به نظرسنجی که تو گروه گذاشتیم، بیشتر بچه‌ها در مورد اینکه نحوه استاد پیدا کردن و ایمیل زدن و کلا فرآیند اپلای و اینا توافق نظر بود که چنین سوالاتی دارن و ما بیشتر این بحث رو روی این چیدیم در واقع. و من واقعا دوست داشتم، من فکر میکردم این میتینگ هفته قبله، به خاطر همین زمان بیشتری داشتم برای آماده شدن، ولی بعدا فهمیدم که نه، این هفته است و این هفته اول دانشگاه ما بود و فشار کاری و اینا شروع شده. ولی خب به هر حال اینجاییم و پیشاپیش عذرخواهی میکنم بابت اینکه نتونستیم خیلی آماده بشیم و خیلی جامع‌تر در مورد اینو صحبت کنیم. حالا ان اگه در آینده شد میتونیم صحبت کنیم. خب من for the most part این جلسه رو فکر کنم من قراره هدایت کنم و هر وقت شما نیاز دیدی خانم هدایتی به قول معروف مداخله کن و حرف منو قطع کن و ادامه بده. من اول خودم معرفی میکنم، بعد شما تصویر تو، حالا ویدیو تو، میکروفون تو باز کن و خودتو معرفی کن. من مازیار باقریانم. باید دانشجوی سال دوم می بودم ولی تکنیکلی الان دوباره دانشجوی سال اول هستم، چون من مجبور شدم دانشگاهمو ترانسفر کنم از دانشگاه اوهایو به دانشگاه ایلینوی در اوربانا شمپین. و آره، من باید دانشجوی سال دوم می بودم ولی الان اصطلاحاً دوباره دانشجوی سال اولم for some reason. بعدش این که همین، من دانشجوی روانشناسی اجتماعی ام، ریسرچ اینترستام هم که حالا زیاد مهم نیست. و الان شما میتونید خودتون رو معرفی کنید تا بعدش ادامه. اوکی، سلام بچه‌ها، منم سپیده هدایتی هستم. منم در واقع باید دانشجوی سال دومی بودم الان، ولی همچنان دانشجوی سال اولم، چون یه ترم دیفر کردم، یه ترم دیرتر شروع کردم. دانشگاه کارولینای شمالی چپل هیل درس میخونم، روانشناسی شناختی و ریسرچ اینترست هم حالا مهم نیست واقعا، ولی آره در خدمتتونم. خب اگر من فکر میکنم اینطور بهتر باشه که دوستانی که در مورد حالا رشته‌های مرتبط با نوروساینس و شناختی اینا سوال داشتن میتونید سوالاتون رو از خانم سپیده بپرسین. کسایی که در مورد اجتماعی و رشته‌های نزدیک سوال داشتن میتونن از من بپرسن. ولی حالا خب باز میگم خیلی تفاوتی ندارن به نظر من. وقتی کل بحث جامعه روانشناسیه که یه مقدار متفاوت تر از سایر رشته. خب من فکر می‌کنم شروع کنیم. ما اول تصمیم گرفتیم، یعنی به پیشنهاد سپیده تصمیم گرفتیم که یه ترمینولوژی بریم، شاید خیلی از بچه‌ها آشنا نباشن در مورد بسیار از اطلاعات روانشناسی. و فکر کردیم که بهتره که اول در مورد این اصطلاحایی که حالا میتونین در گوگل بزنید تحت لفظی ترجمهش رو ببینید، ولی
ممکنه که خیلیاتون آشنا نباشین که هر کدوم در چه کانتکستی به چه معنی هستش. خب ما فکر کردیم اول یه ترمینولوژی بریم برای کسایی که آشنا نیستن، برای کسایی که اولین بار میخوان دنبال اطلاعات میخوان اطلاعات بگیرن در مورد فرآیند افلاک. و رو بهتر شروع کنیم. ما اصطلاح اول یعنی اپلیکیشن یا اپلای کردن کلا به کل این فرایند طولانی مدت 1 الی به زعم من 1 الی 2 سال است که فرد از لحظه‌ای که تصمیم میگیره تا تحصیلش رو در خارج از کشور ادامه بده تا لحظه‌ای که نامه آفرش رو دریافت میکنه و حتی وارد میشه به کشور مقصد، به این میگن فرایند اپلیکیشن، فرایند اپلای کردن. من سعی کردم اینا رو به ترتیب بچینم و امیدوارم که ترتیبم درست بوده باشه. کلمه پروگرام در کشورهای کانادا و آمریکا، به نظرم اینم لازم اشاره کنید که اطلاعات ما بیشتر در مورد کانادا و آمریکا است. حالا دوستانی که میخوان به اروپا اپلای کنن شاید ما بتونیم کمک کنیم در مورد بعضی چیزا، ولی برخی تفاوت‌های جزئی داره که حالا بحثش یه مقدار جلوتره. کلمه پروگرام در آمریکا معمولا برای رشته‌های دکترا و اصطلاحاً رشته‌های تحصیلات تکمیلی از کلمه پروگرام استفاده می‌کنن. یعنی مثلا میگم پروگرام پی اچ دی فلان دانشگاه، پروگرام روانشناسی اجتماعی فلان دانشگاه، پروگرام روانشناسی شناختی فلان دانشگاه. بنابراین شما وقتی دارین توی سایت دانشگاه میگردین باید دنبال کلمه پروگرام هم باشین اگه میخواین بین رشته ها اکسپلور کنین و ببینید چه خبره. حالا میرسیم به اصطلاح بعدیمون، کلمه graduate و undergraduate که یه تفاوت با ایران داره که تو ایران معمولا مقطع‌های تحصیلی به صورت ارشد و دکترا و لیسانس تقسیم میشه، ولی خب در آمریکا معمولا به graduate و undergraduate تقسیم میشن که undergraduate همون لیسانس خودمونه، دوره بچلر یا لیسانس، ولی graduate به طور کلی به تحصیلات تکمیلی گفته میشه که شامل ارشد و دکترا میشه. در خیلی از پروگرام‌های آمریکا، خیلی از پروگرام‌های دکترا شما در 2 سال اول در واقع درست دانشجوی پی اچ دی محسوب میشین، ولی خب ممکن ازتون بخوان یه تیتر مستر هم بنویسین در کنارش، بخاطر اگر بخواین ارشدی بگیرین. اصلا برخی پروگرام هستش که فقط ارشدن. به طور کلی به وقتی شما از لیسانس به مقطع بالاتر انتقال داده میشین، به طور کلی دانشجوی گریجویت محسوب میشین، یعنی دانشجوی تحصیلات تکمیلی محسوب میشین. حالا جزئی تر بخوایم بگیم، حالا برخی ممکنه دانشجوی مستر باشن یا برخی ممکنه دانشجوی پی اچ دی باشن، ولی به طور کلی شما معمولا دانشجوی گریجویت محسوب میشین. من یه نکته ولی تکمیلی خب بگم. ببخشید. بله، در مورد قطعا پروگرام البته اگر بخواید. قطعا بعضی از بچه‌ها من دیده بودم قبلا میپرسن که مثلا معنی گرایش به مثلا انگلیسی چی میشه و اینا. یه جورایی پروگرام همون معادل گرایشیه که ما توی فارسی میگیم. مثلا پروگرام مثلا سوشال سایکولوژی میشه همون گرایش مثلا روانشناسی اجتماعی، مثلا پروگرام کاگنیتیو میشه همون گرایش شناختی. اینو گفتم یه نکته تکمیلی. بله، ببخشید. عالی. و ولی حالا وقتی شما تصمیم که گرفتین میخواین چه رشته‌ای رو در تحصیلات تکمیلی ادامه بدین و به چه گرایشی توجه کنین، شما یک سری مدارکی نیاز دارین که آماده کنین برای اینکه مدارکتون رو سابمیت کنین، اصلا ارسال کنین تا مورد بررسی قرار بگیره. این مدارک، اولین موردی که شما نیاز دارین SOP، حالا برخی میگن SOI که چیزاشون هم اصطلاح کاملشون هم در داخل پارانتز دیدین statement of purpose یا statement of intent یا برخی personal statement هم میگن. به طور کلی همه اینا یه چیزه، بسته به دانشگاهش ممکن اصطلاح مختلفی استفاده کنن که همون انگیزه نامه‌ایه که شما در توش در مورد خودتون صحبت میکنید، در مورد کارهایی که در راستای علایق پژوهشیتون انجام دادین صحبت میکنید و در مورد اهدافتون برای آینده صحبت میکنید که حالا این جزئیاتش هم ما قراره در آینده در اسلایدهای بعدی در موردش صحبت کنیم. کلمه بعدی رفرنس لتر یا رفرنس ریکامندیشن لتر هستش که اصطلاحاً همون توصیه نامه ها هستن. توصیه نامه ها معمولاً کسایی هستن که شما باهاشون کار کردین. این افراد میتونن استاد دانشگاه شما باشن، میتونن صاحب کار شما باشن. ترجیحاً چون دارین برای یک مقطع آکادمیک اپلای میکنین، بهتره که این کسایی که ازشون توصیه نامه رو میگیرین افرادی باشن که آکادمیک باشن. ولی خب هیچ چیزی نیستش، یعنی هیچ محدودیتی نیستش در مورد این مسئله. ولی خب بهتره که به گوشتون بخوره و بدونی که رفرنس لتر و ریکامندیشن لتر در واقع همشون یک یعنی یه اصطلاح هستن.
زیاد تفاوت خاصی با هم ندارن. کلمه بعدی، حالا من همیشه اون کلمه اولش خیلی سخته برام پرونانس کردنش، کریکولوم ویته یا همون سی وی یا همون رزومه هستش که اصطلاحاً خلاصه از عملکرد تحصیلی و پژوهشی شما که در حد، من ترجیحم اینه که بیشتر از 3 صفحه نباشه، ولی خب دیدم یعنی برای دانشجویی که داره برای گریجویت استادیز اپلای میکنه بهتره بیشتر از 3 صفحه نباشه. نظر شخصی منه و ممکنه هر کسی نظرات مختلفی داشته باشه، ولی خب مثلا دیگه شخصی که پروفسور یا اسوسییت پروفسور تو دانشگاه مختلف ممکنه تا 20 صفحه 30 صفحه هم سی وی داشته باشه، ولی خب معمولا برای ماهام بیشتر از 2 3 صفحه نه. حالا وقتی بعد اینکه شما مدارکتون رو آماده کردین، کاش اینجا یه کلمه ترانسکریپت رو اینم وارد میشه. ترانسکریپت هم حالا داخل پارانتز من بگم که همون شامل ریزنمرات شما میشه که قرار ریزنمراتتون رو بفرستین برای ارزیابی. اما کلمه بعدی اپلیکیشن فی میشه. وقتی شما مدارکتون رو کامل کردین، وقتی شما همه مدارکی که مورد نیاز اون دانشگاه هست رو دارین، از جمله نمره زبان، از جمله این 3 تا مسئله‌ای که بررسی شد و ریزنمراتتون و استادتون هم پیدا کردین، شما باید اپلای کنین برای این دانشگاه. شما باید یک هزینه ای رو به دانشگاه بپردازید تا در قبال اون دانشگاه مدارک شما رو بررسی کنه تا ببین آیا شما شایسته ادامه تحصیل هستین در این دانشگاه، آیا اهداف شما به اهداف دانشگاه میخوره به هم یا نه. این هزینه معمولا در آمریکا بین 20 تا $100. برخی دانشگاه بیشتر هم میگیرن. دانشگاه کانادا معمولا بیشتر میگیرن. من چیزی که دیدم بین 100 تا $130 میگیرن، $130 کانادا. ولی در آمریکا معمولا یه مقدار ارزان‌تره که در بسیاری از مواقع تو آمریکا میتونین حالا بگین که یه مقدار شرایط ریال ما، ایمیل بزنین بگین شرایط ریال ما اینجوری و ما یه مقدار نمیتونیم پرداخت کنیم، این هزینه برای ما قابل توجه. معمولا میپذیرن که ویت کنه هزینه رو برای شما، یعنی این هزینه رو برای شما تعلیق کنن و دیگه از شما دریافت نکنن. برخی هم ممکنه قبول نکنن و بگن که باید بپردازیم بالاخره این هزینه. پس اون کلمه فی، اپلیکیشن فی، یعنی همون هزینه اپلای شماست که هر دانشگاه جداگانه از شما میطلبه این هزینه. و حالا بسته به تعداد دانشگاهی که تصمیم میگیریم بهش اپلای کنیم باید پول بیشتری بپردازیم. کلمه بعدی ددلاین برای اپلیکیشن هاست. هر دانشگاه، حالا در رشته ما من حقیقتش تا الان ندیدم که در مقطع پی اچ دی در وینتر دانشجو ادمیت کنه مگر اینکه دیفر کرده باشه. ولی هر دانشگاه معمولا یه بهش میگن یک سایکل، یک دوره اپلای داره که معمولا پورتال اپلای از یک زمان به خصوصی باز میشه تا یک زمان به خصوصی. اون زمان به خصوصی که در واقع آخرین روز برای زمانی است که شما میتونید مدارکتون رو آپلود کنید و بفرستین براشون، بهش میگن ددلاین. این ددلاین معمولا برای رشته ما اکثرا 1 دسامبر در آمریکا. معمولا 1 دسامبر اکثر ددلاین ها تموم میشه و شما تا اون زمان باید همه مدارکتون رو فرستاده باشید. برای مثال اگر شما مثلا اسم 3 تا ریکامندیشن، 3 تا رفرنس وارد میکنید که به شما توصیه نامه بدن، تا 1 دسامبر باید همه توصیه نامه هاتون دریافت بشه. حالا برخی دانشگاه ممکنه تا زمانی که کمیته جمع بشه بهتون اجازه بدن که مدارکتون رو دیرتر هم بفرستین، ولی یعنی کسایی که قرار بهتون ریکام بدن دیرتر بفرستن، ولی ترجیحاً بهتره که تا 1 دسامبر همه مدارک شما کامل در اون دانشگاه سابمیت شده و آماده باشه، که چون دیگه معلوم نیست بعدش این کمیته که قراری جمع بشه و مدارک شما رو بررسی کنه. ممکن اصلا فرداش جمع بشن و ممکنه یه ماه بعدش جمع بشن. به خاطر همین بهترین شرایط اینه که تا 1 دسامبر، یعنی تا همون ددلاین. حالا برخی دانشگاه ممکنه ددلاینشون 15 دسامبر باشه هر سال، یا برخی دانشگاه ممکنه مثلا 1 ژانویه باشه، 1 جنوری باشه، ولی بهتره که تا 1 دسامبر تا اون ددلاین دانشگاه تمام مدارک شما از جمله نمره زبان و ریکامندیشن لتر سابمیت شده و آماده باشه. بعد اینکه ددلاین تموم شد، ادمیشن کمیتی هستش. ادمیشن کمیتی اصطلاحاً همون افرادی هستن که جمع میشن و مدارک‌ها رو بررسی میکنن تا ببینن از بین این مثلا 100 تا اپلیکنتی که اینجا هست، از بین این 100 نفری که اپلای کردن به این دانشگاه کدوماشون رو میتونن، کدوماشون اصطلاحاً بهتره، شایسته تر برای دانشگاه هست. اینا جمع میشن بررسی میکنن مدارک شما رو و طبیعتاً به کسی که در این رقابت بالاتر باشه به لحاظ پذیرشی گنبه‌های مختلف بهش پذیرش میدن.
حالا این ادمیشن کمیتی ممکنه در رشته ما، من تا جایی که دیدم در اکثر اوقات کمیته محوره. یعنی خیلی هم مثلا در رشته مهندسی استادها هستن که تصمیم نهایی رو میگیرن، اگر استادی بخواد تموم. ولی در رشته ما من اکثرا دیدم، چون دپارتمان ما یه مقدار داستان فاندینگش و این پولی که درآمدی که داره متفاوت تره، به خاطر همون معمولا کمیته تصمیم میگیره که چه دانشجوهایی رو، کیا رو ادمیت کنه، کیا به کیا پذیرش بده. این کمیته ممکن اصلا اون استادی که خودش شما براش ایمیل زدین داخل کمیته باشه، که خب این قطعا تاثیر مثبت داره. ولی باز هم اون کمیته است که در نهایت تصمیم میگیره و استاد شما همه کاره نیست. نظر استاد شما مهمه، ولی کمیته در نهایت تصمیم گیره اینه که به شما پذیرش بده یا نه. کلمه ادمیشن کلمه بعدیه که وقتی میگن اصطلاحاً دانشگاه به شما ادمیشن میده، یعنی همون پذیرش میده به شما. برخیا میگن من اکسپتنس گرفتم، برخیا میگن نمیدونم پذیرش گرفتم، ولی کلمه درستش اینه که ادمیشن بگیریم. یعنی ادمیشن گرفتن یعنی همون پذیرش گرفتنه که شما دانشگاه به شما یک نامه ای میده که در اون شرایطی ذکر شده، مثلا از جمله اگر فاندی دریافت کردید فاندش ذکر شده، وظیفه شما به عنوان دانشجو گریجویت ذکر شده، هزینه‌ای که باید بپردازین ذکر شده، و بعد اون شما تصمیمی از شما به شما تا یه تاریخی میده که شما این پیشنهادی که دانشگاه به شما داده در نامه پذیرش رو قبول کنین یا رد کنین. اگر شما خب چند تا پذیرش داشته باشین، مجبورین یکی رو قبول کنین، بقیه‌اش رو رد کنین. اینطوری نیست که پذیرش رو داد دیگه حتما باید برین. دانشگاه به شما یه پیشنهاد میده که شما باید اون رو قبول کنین یا نه. حالا در این نامه ادمیشن یک بند مهمی است که همه ما دانشجوهایی که قراره از ایران داریم میریم خیلی پیشیم. به اصطلاح بهش میگن بند فاندینگ یا بند فاینانشال ساپورت. حالا این فاندینگ پولی هستش که شما قراره در ازای کار کردن برای دپارتمان از دپارتمان دریافت کنید. من خیلی ها میگن که در آمریکا پارشال فاند و سلف فاند، ولی من در سطح دکترا تا الان ندیدم پروگرامی باشه که فاند نداشته باشه. چون گریجویت استودنت بودن، دانشجوی تحصیلات تکمیلی بودن، مخصوصا دکترا در آمریکا شغل محسوب میشه و شما فرم W2 دارید از طرف دانشگاه، یعنی شما دارین کار میکنید، یعنی شما شاغلین. به خاطر همین من تا حالا ندیدم در ازای در مقطع دکترا کسی بدون پول باشه، بدون فاند باشه، مگر اینکه خودتون اصلا نخواین اینو. وقتی دارین اپلیکیشن رو پر میکنین بگین که من اصلا فاندی نمیخوام، اون موقع دیگه دانشگاه از شما کاری نمیخواد، یعنی نه تی ای خواهید بود نه آر ای خواهید بود، چون هیچ پولی قرار نیست در ازاش دریافت کنید. ولی خب اکثر دانشجو حتی کسایی که آمریکایی هستن و خیلی هم به اصطلاح پول دارن، معمولا این پول رو میگیرن، چون برای آیندهشون رزومهشون لازمه، برای جابایی که میخوان تی ای بودن خیلی مهمه، آر ای بودن خیلی مهمه. حالا فاندینگ ممکنه به سه حالت باشه. یا فول فانده که کلا هزینه کامل میده به شما. هزینه کامل اینجوری نیست که بتونید زندگی شاهانه‌ای داشته باشید، زندگی حداقلی در سطح گریجویت چیه. پارشال فاند معمولا حالا بسته به هزینه ممکنه تا نصف تا چند درصدی از اون فول فاند باشه، یا اینکه سلف فاند که شما هیچی در قبال چیز دریافت نمی‌کنید، هیچی در حین تحصیلتون دریافت نمی‌کنید. فول فاند معمولا شرایطیه که شما هم شهریه‌تون کاور داده میشه و هم در قبال حقوقی دریافت میکنید. یعنی علاوه بر شهریه‌تون که کاور میشه هیچ نمیپردازین، یک حقوقی هم در ازاش میدین. پارشال فاند بسته به بندهایی که داره ممکنه مجبور باشین بخشی از شهریه رو بپردازین، یا اینکه شهریه ویو نشه به شما پول میدن، یا اینکه فقط شهریه ویو بشه شما پولی ندارین. باز پارشال فاند خیلی متغیر داستانش و بهترین منبع همون نامه ادمیشن خودتونه. سلف فاند هم که وضعیتش مشخصه دیگه، شما باید شهریه بپردازین و ممکنه در برخی مواقع به این که شهریه‌تون رو کاور بکنن و هیچ پولی ندن هم صرف فاند بگن. باز بستگی به اون نامه‌ای که اون بندی که توی نامه ادمیشنتون هست. و اما شما در ازای این فاندی که دریافت میکنین قرار یک کاری برای دپارتمان انجام بدین. قرار نیست که به اصطلاح پول رو دریافت کنین و هیچ کاری نه. این از شما انتظاری دارن که یک کاری، یعنی یک درصدی از تایمتون رو برای این کار اختصاص بدین. این معمولا در سه حالت: Graduate Assistantship GA میگن اصطلاحاً بهش، یا TA هستیم Teaching Assistantship، یا RA هستیم Research Assistantship.
من در اوهایو و سال اولم جی ای بودم، یعنی اپوینتمنت من جی ای بود. یه گریجویت اسیستنتشیپ به این صورته که شما نامه‌ای که دریافت میکنین از دانشگاه نوشته بود تو جی ای خواهید. جی ای دپارتمان ترجیح میده بسته به اون ترم که شما به هر چیزی که نیاز داره شما رو به اون اپوینت میکنه. مثلا من جی ای بودم ولی در طول سال قبل آر ای بودم، ممکن بود از سال بعد تی ای بشم. هر چیزی که نیاز داره دپارتمان. تی ای که شما مشخصه شما حتما تی ای خواهید بود، یعنی ممکنه برای یک استاد ورقه اصلاح کنید یا مثلا به دانشجو کمک کنید در تمریناشون برای اون استاد، یا اصلا ممکنه در خیلی از مواقع به شما معمولا از سالهای بالاتر بگن برو تدریس کن سر کلاس. یعنی شما یک اینستراکتور، یک استاد یک واحدی میشین و باید برین تدریس کنین اون واحد رو از صفر تا صد، و حتی ممکنه تی آی خودتون هم داشته باشین. آر ای اسیستنتشیپ هم که اسمش مشخصه دیگه، اگر استادتون پروژه‌ای داشته باشه رو اون پروژه کار میکنید، یا اینکه ممکن اصلا برای یه پروژه یه استاد دیگه کار کنید، یا پروژه یه دپارتمانی که با یه مؤسسه قرارداد داره ممکنه رو اون کار کنید. وقتی آرای میشید پولی که دریافت میکنید از دپارتمان نمیاد، از اون پروژه یا هر چیزی که دارین روش کار میکنین قرار میاد. یه خلاصه ای بود از اینا. اگر این خلاصه ای بود که من تو ذهنم رسید از همه این اصطلاح ها. اگر مورد دیگه ای هست در ذهنت میتونیم اضافه کنیم، اگر نیست میتونیم بریم بخش بعدی. نه خیلی کامل بود به نظرم. حالا اگه بسیار بچه‌ها عالی. سوال داشته باشن دیگه آخرش میتونم بپرسن. اوه 100 نفر آدم هست. من آخرین بار 20 نفر بودم. خب الان استراب اجتماعی من چیزی. اوکی، بریم اسلاید بعدی ببینیم در چه مورد. آها، ولی اما برسیم به بحث محتوای ایمیل. ببینید خیلی احتمالا با این انتظار اومدن که من شخص باقریم قرار اینجا متن ایمیلم و صاف و رک و ساده در اختیار دوستان قرار بدم. من با این مسئله مخالفم که من یک سمپلی آماده به دوستان بدم که برن از اون استفاده کنن برای ایمیل زدن. چرا؟ چون احتمالاً همین 60 نفر ممکنه در همین 10 نفر بردارن همون متن رو کپی کنن، یک کلمه‌شو عوض کنن و چیز ایمیل بزنن. احتمال خیلی، مخصوصا اگر یک ریسرچ اینترست خیلی محدود دارین، احتمالش خیلی زیاده که همون ایمیل رو چند نفر به یه استاد بزنن. و استادا اینجا تجربه من نشون داده مثل ایران نیستن که توجه نکنن به این چیزا، خیلی توجه میکنن. و من حتی تو توییتر بارها دیدم که مثلا ایمیلی که استادا دریافت کردن رو گذاشتن، نوشته همین ایمیل رو من 3 نفر امروز گرفتم. متن ایمیل به نظر من یک چیز شخصیه، خودتون باید بنویسین بر اساس علایقی که دارین و بر اساس تجربه‌ای که دارین. از زبان خودتون باید باشه، نه از زبان کسی دیگه. و ما فقط یعنی من حالا نمیدونم سفید چجوریه، من فقط میتونم بگم که ساختار ایمیلتون به چه شکل باشه و به نظر من همین کافیه. بقیه‌شو باید خودتون بتونید بنویسید. هم براتون تمرین رایتینگه، هم براتون تمرین بالاخره فرمال ایمیل زدنه. به نظر من از همین الان با این چیزا تمرین کنین بهتره تا اینکه به یک متن از قبل تعیین شده ای اتکا کنین و با اون برین جلو. حالا این چیزایی که من قرار بگم در مورد متن ایمیل کاملا شخصیه. ممکنه سپیده ترجیح متفاوتی داشته باشه، ولی من با این مسیر رفتم جلو و با این مسیر نتیجه گرفتم و میتونم این تجربه شخصی رو در اختیار شما قرار بدم. ایمیلی که من میزدم معمولا 3 پاراگراف کوتاه داشت. 3 پاراگراف بلند نه، دقت کن. متن ایمیل باید کوتاه باشه که طرف بتونه، یعنی شخص مقابل بتونه بخونه. اگر خیلی بلند باشه، شامل خیلی لینک بشه، احتمال اینکه بره تو اسپم خیلی میره بالا. یه متن کوتاهی که طرف بتونه در حد مثلا در عرض 40 ثانیه 30 ثانیه بخونه ایمیل و کاملا جامع و قابل درک باشه برای مخاطب. من در پاراگراف اول معمولا خودم رو معرفی میکردم، اینکه چه کسی هستم در حال حاضر. مثلا اسم من فلانیه، در حال حاضر دانشجوی مستر فلان دانشگاه هستم، فلان رشته هستم و چجوری به کارهای شما علاقه‌مند شدم و توضیح میدادم. اینکه من علاقم روانشناسی اجتماعی و مثلا اینترگروپ ریلیشنه و با اه، توجه بسیار به خصوصی در پیش‌داوری‌های مذهبی و غیر مذهبی. و من اخیراً مثلا فلان مقاله شما رو دیدم یا لب شما رو دیدم. مثلا لازم نیست بگم، من خودم نمیگفتم که فلان مقاله شما رو دیدم. من میرفتم میگفتم که من از وبسایت دانشگاه شما رو پیدا کردم،
خیلی مواقع اینو میگفتم، خیلی مواقع اصلا نمیگفتم، میگفتم لب شما رو دیدم، یا اصلا میگفتم به کارهای شما علاقه‌مند شدم، دارم بهت ایمیل میزنم. و من در حد دو سه کلمه هم میگفتم که دوست دارم. حالا تو پاراگراف اول، تو پاراگراف آخر کامل توضیح میدادم، ولی تو پاراگراف اول میگفتم که دوست دارم، یعنی PhD رو ادامه بدم. و حین معرفی کردن خودم میگفتم اسم من فلانه، در حال حاضر دانشجوی فلان هستم که دارم، یعنی هدفم اینه که PhD ادامه بدم تحصیلم. در مورد کارهای خودم تو پاراگراف دوم صحبت میکردم، اینکه من تا الان چیکار کردم در راستای علایق پژوهشی. ممکن بود اگر ریسرچ اسیستنتی باشم یه توضیح به خصوصی بدم که چیکار کردم، یا اینکه مثلا اگر پژوهشی انجام دادم، اگر مقاله‌ای داشتم که من اون زمان حقیقتش رو بخواین مقاله‌ای نداشتم، الان هم ندارم حقیقتش، چون دیگه بعد اینکه میای اینجا همه پروژه‌هاتو میندازیم. و elaborate on your own works. آره، تجربه خودتون رو میگین از پژوهش‌هایی که کردین، اگر دارین رو چیزی کار میکنین توضیح میدین در موردش، پایان‌نامه‌تون یه مقدار توضیح میدین. اینم نباید زیاد طولانی باشه به نظر من، خیلی ارزشی نداره زیاد، چون اگر کسی بخواد توجه کنه، توجهش رو جلب کنه، CV شما اتچ شده به ایمیل. و در پاراگراف آخرم که علایق خودتون رو میگین که من کارهای شما به صورت جامع‌تر، به کارهای شما علاقه‌مندم و دوست دارم با شما در طول PhD کار کنم و دوست دارم نظر شما رو بدونم. باش، من اینم اضافه می‌کردم. حالا ضبط میشه. مطرح میکنه که من دوست دارم، من مطرح میکردم که به کارهای شما علاقه‌مند شدم و دوست دارم در PhD با شما کار کنم و دوست دارم نظر شما رو بدونم. من CV مو اتچ کردم به این ایمیل و منتظر جواب شما هستم. که در خیلی از مواقع من حقیقتش وقتی ایمیل میزدم، چون خیلی اسپسیفیک داشتم میرفتم جلو، یعنی دقیقا دنبال کسایی بودم که ریسرچ اینترستشون دقیقا شبیه من بود، به خاطر همین نزدیک به 70-80 تا ایمیل زدم کلا، خیلی نزدم چون ذاتاً زیاد، مخصوصا که اگه روانشناسی دین باشه تو آمریکا 20 نفر بیشتر نیست و معمولا هم از اکثرشون جواب میدم، چون خیلی این ریسرچ اینترستمون شبیه هم. دوستان میگن مثلا 500 نفر ایمیل میزنین جواب نمیگیریم، به خاطر اینه که ریسرچ اینترستتون شبیه هم نیست در خیلی از مواقع و استاد اصلا به قول خودش بادر نمیکنه که جواب بده. ولی اگه خیلی شبیه باشین و اصطلاح اون پروفشنالیسم رو رعایت کنین تو ایمیل زدن و CV و اینا، معمولا توجه طرف رو جلب. بعد حالا یا میگه که اپلای کن، که در اکثر مواقع من این جوابو میگرفتم که میگفت اپلای کن، CVت نمیدونم قشنگه و فکر میکنم کندیدیت خوبی باشی، اپلای. خیلی اصلا ترجیح میدن اصلا مصاحبه نکنن با شما. من حقیقتش رو بخواین توی روانشناسی تعداد افرادی که مصاحبه میکنن رو خیلی اندک میدونم. حداقل تجربه من اینو میگه، من با خیلی افراد مصاحبه نکردم، من با 2 نفر فقط مصاحبه کردم، ولی نزدیک 20 نفر گفتن که مثلا ریسیویت خوبه اپلای کن. حالا با بسته به اون ایمیل هایی که رد و بدل میشه بینتون، میتونید در نهایت تصمیم بگیرید که به کدوم اپلای کنید. کل ساختار کلی ایمیل به نظر من اینه، نباید خیلی گسترده و پیچیده باشه، باید خیلی ساده باشه و CV تون هم در نهایت که اتچ میکنید حتما یادتون باشه که CV تون در نهایت اتچ شده باشه به این ببینید اگر میاد، چون من بارها شده ایمیل زدم و CV ما اتچ نکردم. اگر نکته‌ای داری اضافه کن، اگر نکته‌ای نداریم که بریم. آره، من چند تا نکته اضافه میکنم. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که ایمیلی که شما دارین به اساتید میزنین در واقع اون فرست ایمپرشنیه که شما قرار اون استاد بذارین، پس خیلی مهمه. باید حواستون باشه که خودتون رو چجوری دارین پرزنت میکنین و باید سعی بکنین که نظر اون استاد رو تا جایی که میتونین جلب بکنین. چیزی که میتونه کمک بکنه به دیده شدن اون ایمیلتون تا جای ممکن، یکیش اینه که حواستون باشه که موضوعی که یعنی اون قسمت سابجکتی که واسه ایمیلتون میذارین واضح باشه. مثلا بنویسین PhD candidate، این مثلا candidate ببخشید PhD applicant for مثلا فلان پروگرام در مثلا فال 2024 مثلا. یه جوری باید مشخص بکنین که یه جورایی اون درخواستتون تو همون عنوان مشخص باشه که چیه دقیقا، چون اساتید اینجا خب خیلی سرشون شلوغه و خیلی ایمیل زیاد میگیرن و امکان این که ایمیل شما گم بشه توی ایمیل های دیگرشون خیلی زیاده.
به خاطر همین مسئله یه نکته دیگه هم باید رعایت بکنین و اون اینه که سعی بکنین که تایم ایمیلی که میخواین بزنین به اون اساتید جوری تنظیم بشه که دقیقاً پراسپکتیو گریجویت استودنت جوری تنظیم بشه که به تایم صبح اون اساتید باشه ترجیحاً، چون معمولا اساتید صبح ها میرن ایمیلشون رو چک میکنن، یا مثلا دیگه چون بالاخره اختلاف زمانی داریم ممکنه شما تایمی ایمیل بزنین که مثلا نصف شب باشه واسه اساتید. خب تا تایمی که اونا بخوان ایمیلشون رو باز بکنن تو همین تایم ممکنه 100 تا ایمیل بیاد و دیگه مثلا توی اون چیز اول دیگه نتونن ببینن ایمیلتون. پس اینم رعایت بکنین. یه مسئله دیگه که هست اینه که خب سیوی که قطعا اتچ میکنین، ولی بعضی از اساتید من دیدم که اگر که حالا شما بتونین یه وبسایتی هم واسه خودتون درست بکنین، بعضیا ترجیح میدن که مثلا یه لینکی باشه که همینجوری روش کلیک بکنن و بتونن مثلا وبسایتتون رو نگاه بکنن تا اینکه بخوان حالا فایل اتچ شده سی ویتون رو ببینن. بعضی دقیقاً برعکسن، ترجیح میدن رو لینکا کلیک نکنن چون نگران اینن که نکنه ویروسی چیزی باشه و ترجیح میدن همون اتچمنت سی ویتون رو بخونن. ولی خب اگر شما هر دو تاشو داشته باشین یه ذره مثلا من خودم احساس میکنم که وبسایت داشتن یه ذره پروفشنال تر نشون میده شما رو، جدی تر نشون میده شما رو و میتونه کمک بکنه به اینکه مثلا حالا اون ایمپرشن مثبت‌تری رو روی اون استاد داشته باشین. و خب این تجربه خود منه که استادی که الان باش کار میکنم توی اون ایمیل اولیه که بهشون زده بودم دقیقاً به همین موضوع اشاره کرده بودن که مثلا حالا بک‌گراندت خوبه و اینا و چه وبسایت خوبی داری. و خب سایت‌های خیلی زیادی هستش که میتونین ازش استفاده بکنین واسه اینکه طراحی کنین وبسایت خودتون رو و اصلا هم احتیاجی به دانش برنامه نویسی و کد نویسی و اینجور چیزا احتیاجی نیست. چند تا کلیک ساده است. من خودم مثلا از gymdosite.com استفاده کردم. حالا خودتون هم سرچ بکنین پلتفرم‌های مختلف دیگه هست که بتونین ازش استفاده کنین. و همینا بود نکاتی که می‌خواستم در مورد ایمیل بگم. حالا باز اگه چیزی به ذهنم اومد میگم. یه چیزی میخواستم بگم یادم من یه چیزی که از تو خیلی از ایمیل‌های بچه‌ها مخصوصا دوستان که می‌فرستن برام این متن ایمیل بدین خیلی دیگه داریم مثل ایرانی‌ها تعارف بازی می‌کنیم تو ایمیل. از این اصلا خوشم نمیاد و استادای منم خوششون نمیاد حقیقتش. من چند بار با استاداتون میگم خیلی شما تعارف دارین، یعنی مثلا مخصوصا تو اون پاراگراف آخر I am very much eager to نمیدونم pursue PhD under your supervision. من مطمئنم دانش شما قراره به آدم چیزی منصب. اینقدر تعارف نداشته باشین تو متن ایمیلاتون چون یه جوریه، یعنی بعد یه حدی دیگه دل آدم میزنه اینقدر تعارف کردن. اینو حتما توی متن ایمیلاتون در نظر داشته باشین و خدا اینجوری ننویسین. یه چیز دیگه هم اومد ببخشید میتونم بگم چیزه برای ایمیل ها اگر که جواب نمیگیرین این هم در نظر داشته باشین که ریمایندر رو حتما بزنین به اساتید. خب میگم اساتید واقعا سرشون شلوغه، ممکنه بار اولی که ایمیل میزنین دریافت نکرده باشن، گم شده باشه ایمیلتون. اگه 7 تا 10 روز کاری گذشت و همچنان جواب نگرفتین یه ریمایندر خیلی پولایت بزنین بهشون که یادشون بمون، یعنی یادآوری کنین که مثلا شما همچین ایمیلی بهشون زدین. باز اگه مثلا باز میگن یه هفته 10 روز کاری گذشت و جوابی نگرفتین باز یه ریمایندر دیگه بزنین. حالا بعضیا میگن 2 تا ریمایندر زدین جواب نگرفتین دیگه برین سراغ استاد بعدی. حالا دیگه این بستگی به خودتون داره. ولی خب معمولا اساتیدی که خیلی فرامد باشن توی اون رشته و گرایش و حالا حیطه خودشون معمولا سرشون خیلی شلوغه و احتمال اینکه ایمیلاتون رو جواب ندن هست دیگه. اینو مثلا در نظر داشته باشین. و آره اسم اون سایت هم بنویس برای بچه‌ها که برای وب کردن. خب فکر می‌کنم برای ایمیل و همین بحث به نظر من کافیه. حالا باز تو بچه‌ها اگه سوالی داشتن توی پرسش و پاسخ می‌پرسن. این بعدی می‌رسیم به داستان SOP. باز همون داستان ایمیل به نظر من اینجا دوباره حاکمه. من نه خوشم نمیاد یعنی کسی مثلا SOP یه نفر برداره از اون کپی کنه، یا من خیلی دیدم خیلی وقتا بچه‌ها میرن بیرون SOPشون رو مینویسن براشون. SOP یک چیزیه که باید از زبان و تجربه و یعنی سرگذشت خودتون باشه. کسی برای شما نمیتونه SOP بنویسه.
ممکنه SOP بنویسین بدین بیرون براتون ویرایش کنن، بدین مثلا بیرون براتون ریوایز کنن، حالا به لحاظ گرامری و اینجور چیزا یه مقدار حرفه‌ای‌تر دیده بشه. ولی در نهایت SOP چیزیه که باید از زبان و افکار خودتون روی کاغذ بیاد و به نظر من بیرون دادن کار درستی نیست برای نوشتن. چون SOP یک جورایی در نهایت حالا من دوست ندارم این حرف رو بگم ولی روی رایتینگ سمپلی برای اون کمیته، یعنی یک جورایی نگاه میکنن ببینن چه جوری نوشته شده SOP و اون داستان و ساختاری که رعایت کردین چه جوریه. ولی ممکنه اینطور هم نباشه، ولی به نظر من که هست و به نظر من خودتون باید بنویسین SOPتون رو. خواهش میکنم خودتون بنویسین چون اینجوری بهتره، چون اینجوری بهتر میتونی. هیچ کس به اندازه شما از سرگذشت شما اطلاع نداره، از تجربه شما اطلاع نداره، از علاقه شما اطلاع نداره. بنابراین خودتون بنویسین خیلی بهتر و تاثیرش بیشتر. من SOP خودم رو تو 3 قسمت نوشتم و فکر میکنم اکثر SOP های دنیا هم از این ساختار تبعیت میکنن. ممکنه برخی اینا رو بالا پایین کنن، ممکنه برخی اصلا یک داستان دیگه ای بنویسن، ولی من شخصا این سه بخش رو رعایت کرده بودم. معمولا 3 بخش داره که بخش اولش اینه که چجور به این روانشناسی علاقه‌مند شدی و چجور به ریسرچی که داری انجام میدی و به پژوهشی که میخوای انجام بدی در آینده علاقه‌مند شدی. چی باعث شد، چه عواملی تو رو کشید به سمت روانشناسی، چه سرگذشتی. یا مثلا یه نفر ممکن بود، من تو SOP مختلف میخوندم، مثلا داشت در مورد تجربه سوگ کار میکرد، گفت مثلا من دوست نزدیکم مثلا پدرش مرد، دیدم از چه فرآیندهایی طی کرد. اینجور شخصی داره صحبت میکنه طرف، یعنی یک انگیزه. این نشون میده، داره یک جورایی میگه که موتیویشن من برای پیشرفت کردن از در این گرایشی که برای تحقیقی که دارم میکنم از کجا شروع شد، چه به عاملی باعث شد. میبینید همونطور که میگم شخصیه، کسی نمیتونه اینا رو برای شما از زبان خودتون بنویسه. یعنی یک گذشته ای. من کل SOP حقیقتش 1 صفحه بود، من بیشتر ننوشتم، ولی دیدم SOP هایی که 3 صفحه هم، 2 صفحه و نیم هم. ولی من SOP 1 صفحه بود کلا، خیلی هم ننوشته، در حد 3 پاراگراف خیلی خلاص. Reflection on your life history and prior experience you had. همونطور که توضیح دادم در مورد تاریخچه کلی زندگیتون و اینکه نمیگم شروع کنید بگید من بچه بودم فلان جا بزرگ شدم، نمیدونم فلان مدرسه رفتم. در مورد اینکه چجوری تاریخچه زندگی شما رو به سمت روانشناسی کشید و به ریسرچی که میخواین توی PhD انجام بدین علاقه‌مند شدید. و اینجا به نظر من خوبه که یک اوورویو کلی، آشنایی کلی از خودتون به شخص مقابل میدین که شما کی هستین، گذشته‌تون چیه. و تو پاراگراف دوم میاد حالا با جزئیات بیشتر من خودم توضیح دادم که در راستای این تاریخچه زندگیم که به روانشناسی منو کشون و به ریسرچی که دارم انجام میدم منو کشون، چه کاری انجام دادم. خب من علاقه دارم، ولی خب براش چه کاری انجام دادم در طول دانشجو بودنم، در طول مستر خوندنم و لیسانس خوندنم. یه مقدار بیشتر توضیح میدیم. حالا نمیگم مثلا بیاین عنوان پژوهشاتون رو دقیقاً بنویسین که استاد تو CV داره عنوان پژوهشات. یه مقدار الابوریت میکنید روی اینکه مثلا من تجربه شخصیمو بگم، من یه کتاب ترجمه کرده بودم، من اومدم توضیح دادم که بعد اینکه به این رشته علاقه‌مند شدم دیدم کتابی نیست تو این زمینه، خیلی هم آپدیت. اومدم کتابی رو پیدا کردم که خیلی آپدیت تر بود، تصمیم گرفتم ترجمه کنم برای کسایی که فارسی زبانای مثلا یک چنین چیزایی رو، مثلا چی باعث شد تو این ریسرچ چی کار کردی، یا مثلا نمیدونم بالاخره از کار فرآیندهایی که تو این ریسرچ انجام دادی توضیح میدی. حالا میدونم هر کسی به صورت شخصی میدونه که این محتوا چیه، یعنی شما به صورت شخصی الان که من دارم توضیح میدم احتمالاً نکتهایی میاد تو ذهنتون و میتونید در همون رو بنویسین در پاراگراف دوم. و حالا یه مقدارم در مورد ریسرچی که دوست دارین در آینده صحبت کنین در سطر آخر بد نیست، چون قراره تو سطر بعدی در مورد آیندهتون صحبت کنین که میتونین در آینده چیکار کنین. در آینده میایم پلناتون رو برای آینده میگین، این که مثلا خیلی ها میان میگن من دوست دارم در نهایت پروفسور بشم، پروفسور سایکولوژی بشم، نمیدونم خودم تو دانشگاه تو کشورم و اینا. که خب
ولیده دیگه، یک هدف ولیدیه و استادای آکادمی هم دوست دارن اینجا که دانشجوهاشون تو آکادمی بمونن. اینجا یه چیزی هست مخصوصا بین نمیدونم تو کاگنیتیو انجینیری که اساتیدی که دانشجوهاشون میخوان برن اینداستری و یه مقدار عصبی میشن، یعنی تو باید تو آکادمی بمونی و اینا. ولی خب این دیدگاه داره عوض میشه، اخیرا خیلی اوکی ترم با اینداستری رفتن دانشجوهای گریجویت. ولی آره میتونیم مثلا از اهدافتون در مورد آینده صحبت میکنین و یه مقدار در مورد خودتون صحبت میکنین که چرا فکر میکنین برای این پروگرامی که الان اینجا هست مناسبی. تو نوشتن این SOP هر دانشگاهی ممکنه خیلی از دانشگاه‌ها گایدلاین های خودشونو داشته باشن. به نظر من تو سایت ها گشتن خوبه، سایت دانشگاه رو زیر و رو کنین. یعنی وقتی دارین اپلای میکنین به نظر من قشنگ برین صفحه‌های مختلف زیر و رو کنین ببینید چیا هست برای اپلای کردن که میتونه به شما کمک کنه. خیلی از دانشگاه‌ها معمولا گایدلاین دارن برای اینکه SOP چجوری بنویسن. برخی‌ها حتی به صورت بولت پوینت هم توضیح دادن که در مورد چیا صحبت کنید. برخی‌ها مثلا توضیح ندادن و کار شما رو سخت‌تر می‌کنن. ولی معمولا اون شعارهای دانشگاه و اون اهداف دانشگاه رو قبلش بخونید قبل اینکه می‌خواید برای اون دانشگاه اپلای کنید. ببینید چه شعارها و اهدافی داره. برخی دانشگاه‌ها مثلا یه سری مثلا هدف‌های بزرگی دارن، مثلا شعار دانشگاهشون هم میارن. سعی کنین بر اساس اونا بنویسین SOPتون رو که خودتون رو فیت نشون بدین برای این پروگرام. خودتون رو اصطلاح نشون بدین که شما دوتا چفت همین و شما رو باید بگیرید. به توضیح کلی من در مورد SOP این بود. نمیدونم باز سوالی اگر داریم، سوالی به نظر من نگه داریم برای آخر. اگر سفیده چیزی میخواد اضافه کنه به نظر من اضافه کنه که بعدش نمیدونم. ببخشید بله. یه نکته کوچولو. ما خب توی CV میایم، یعنی تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که مثلا ما فلان کار رو انجام دادیم، هم در حد همین، یعنی مثلا چه میدونم 3 سال در فلان کلینیک مثلا کار کردیم همین. ولی SOP خیلی فرصت خوبیه که شما اون تجربه‌ای که توی اون کلینیک داشتین در طی این 3 سال رو قشنگ توضیح بدین. این حالا مثال کلینیک که دارم، یعنی مثلا کار پژوهشی کردین هرچی. مثلا میتونین بگین که در طی انجام فلان پروژه من کار تیمی رو یاد گرفتم، من مثلا هارد ورک بودن خودم رو به چالش کشیدم، من مثلا تایم منیجمنت خودم رو به چالش کشیدم. اینا خب ویژگی‌های خیلی مهمیه که یک گریجویت استودنت باید داشته باشه. تایم منیجمنت خوب داشته باشه، تیم ورک خوب داشته باشه. شما باید این داشتن این ویژگی‌ها رو با توجه به تجربیاتی که پشت سر گذروندین توی SOPتون مطرح بکنین. SOP یه جورایی انگار شما نشستین اونجا و اون ادمیشن کامیتی اونجا هستن و دارین با اونا مستقیما صحبت میکنین و از خودتون میگین و خودتون رو پرزنت میکنین. پس این خیلی مهمه، این مدرک خیلی مهمیه توی اون کل فرآیند اپلایتون. و خب خیلی مهمه که شما اون ویژگی‌های شخصیتی که دارین رو، و خب ویژگی‌هایی هم هستن که برای یک دانشجوی گریجویت مهمن، حتما توی اون قالب بگنجونین. ولی خب اینجوری که با یه رفرنس مثلا این کار بکنین، مثلا اینکه صرفا بگین من هارد ورکینگم، خب از رو چی میگین که هارد ورکینگم؟ مثلا خب باید بگین که من مثلا توی یه مدت خیلی طولانی مثلا این کارو کردم اون کارو کردم، یا مثلا در طی دوران ارشدم هم داشتم توی یه پروژه تحقیقاتی دیگه کار میکردم خارج از مثلا دانشگاه، همزمان داشتم کار میکردم و مثلا تایم منیجمنت خوبی رو تونستم مثلا تقویت بکنم، مثلا این تایم منیجمنت رو توی خودم. این بود نکته‌ای که میخواستم بگم و همین. حالا باز اگه سوالی بود بعدا. این که 2 نفره داریم این کار میکنیم خیلی خوبه. من خیلی چیزا یادم میره تو داری تکلیف میکنی. مثلا نه 2 نفر نکات بودن خیلی خیلی خوب. خوبی میگی. نه نه خب فکر کنم بعد این یادم نمیاد چیه. داستان CV. در مورد CV قرار بود من CVمو اسکرین شیر کنم. خب و قراره بکنم. ببینم من چی شد. چیه؟ خب CV داستانش تو آمریکا یه مقدار متفاوت‌تر از اروپا و سایر جاهای دنیاست. لحظه من جی الان شیریست دست کنم. من سیویمو باز میکنم دوستان و قرار استپ بای استپ بریم ازش
سیوی تو آمریکا خیلی ساده و بیرنگ و رو و چیزه. یعنی اونجور جبل ببل بازی های توی اروپا که عکس بذاری رنگارنگ کنی، نمیدونم توانایی ها رو با چیز نشون بدی نداره. خیلی ساده، در حد ممکن فقط اطلاعات رو به شما بده دیگه، حواس شما رو با چیزی پرت نکن. ممکنه ساختارش رو این که حالا بذار اول شیر کنیم. آره خیلی از کسایی که میخوان برای اساتید آمریکا و کانادا ایمیل بزنن سی وی هاشون رو برای من میفرستن، میبینم که اصلا رنگارنگ و نمیدونم چیزی که اصلا تو آمریکا اینجوری کار نمیکنه. تو آمریکا وقتی سی وی مثل سی وی خیلی ساده و بیرنگ و رو بیرنگ. حالا دقیقا من یا سفید و الان ورد و آره یا سفید. من سی وی شیر میکنم، خیلی وقتم آپدیت نکردم، فقط دیروز وقت کردم دیگه باز کردم عنوان اوهایو رو پاک کردم و عنوان ایلینوی نوشتم دیگه. بعد اون سیوی از همون زمان هرچی هست مونده. خاطر همون اگر آپدیت نیست اصفایی الان فیل شده دیگه، درسته؟ آره شد. بسیار. خب همونطور که میبینید پارت اول سیوی از اسم شما شروع میشه. ممکنه من دارم اشتباه میکنم، هر جا اشتباه میکنم منو اصلاح کن، عاجزانه خواهش میکنم. خب تو من این سی وی اصلا آپدیت نکردم و ممکنه خیلی ایراد داشته باشه، ولی در حد کلی شکلش میخوام نشون بدم که اینجوریه، یعنی ساده و بیرنگ رو. اول اسم شما اسم خودتون میاد که میبینید معمولا هم اینجوری وسط اومده. بعد عنوان دانشگاهتون که شما اگر در اون زمان دانشگاه دیگه ای بودین، مثلا دانشگاه تهران بودین، می‌نویسین دانشگاه تهران دیگه، نه دانشگاه آیندهتون نمیاد. بعد حالا اینجا معمولا آدرس رو مینویسن، آدرس آفیس رو مینویسن و اینا که من حالا ننوشتم، فقط به آدرس دپارتمان کفایت کرد. بعد شماره تلفن و اینا چیه رو گذاشتم نمیدونم. بعدش هم که ایمیلتون میاد. بعد اما ایژوکیشن رو مینویسن. اولین چیزی که معمولا بعد از سیوی میاد ایژوکیشن، بعد اسم که معمولا ترجیح میدن از بالا به پایین نوشته بشه. حالا من الان دانشجو پی اچ دی اول پی اچ دی می‌نویسم، بعد مستر و بعد بچلر. اگر دانشجو مسترین مستر بچلر، لازم نیست سه تا باشه، یا اگه بچلرین فقط بچلر. بعد همونطور که میبینید سال رو مینویسن این گوشه اول. اینا رو مثلا در اکثر مواقع همه رو آپر کیس مینویسن، education. بعد رشتهتون رو مینویسین، دانشگاهتون رو مینویسین، جی پی ایتون رو مینویسین که همونطور میدونید من دانشجوی زیاد درس خونی نیستم. بعد مسترتون که امیدوارم قاطی نکنم. بعد جی پی ایتون رو مینویسین، ولی برای مثلا حالا در آینده خواستین برای جاب اپلای کنین باید اینا رو حذف کنین، چون کسی به جی پی ای شما nobody gives a shit اصطلاحاً. بعد بچلرتون رو بنویسین. من ترجیح میدم در مقطع دوم ریسرچ انترست های فعلیمو بنویسم، چون حالا خیلی از دانشجوهای اینجا که اپلای میکنن از بچلر مستقیم اپلای میکنن و ممکنه تجربه پژوهش نداشته باشن. به خاطر همون ریسرچ اینترست یه اوورویو کلی به استاد میده که تو رو چی علاقه داری کار کنی. بسیار از پابلیکیشن ها به نظر من اطلاعات میده و من ترجیح میدم اینجا. برخی ها ممکنه پابلیکیشن رو بیارم بالاتر، ولی خب من ترجیح میدم ریسرچ اینترست رو بیارم حقیقتا. باز میگم اینا کاملا شخصیه، ممکنه بالا پایین بشه. بعدش ریسرچ ها و پابلیکیشن ها میان که حالا هرچی دارین ترجیحاً اسم خودتون رو بولد میکنین. اسم سوم بودین بولد میشین، اسم دوم بودین بولد میشین. و بعد پرزنتیشنی اگه تو کنفرانس دارین بعد اون میاد. همونطور که همه باید APA رعایت شده باشه. اینا رو میگم وقتی اینا رو مینویسین بر اساس APA بنویسین. من اینجا البته این پریزنتیشن رعایت نشد. بعد پرزنتیشن اگه جایی پرزنت کردین کاراتون رو اینا رو مینویسین. بعد حالا ممکنه کنفرانسی رفته باشین یا هر چیزی رفته باشین، می‌بینین کاملا ساده، نه عکسی از توش نه رنگی از توش و خیلی ساده و به اصطلاح بیرنگ و مرده. حالا اینو خیلی ها نمیارن چون اصلا تو آمریکایی معنی نداره، ولی خب من گفتم بیارم. و
اگر ریسرچ اکسپریانسی مثلا ریسرچ اسیستنتی بودی، من دوست دارم اینجا بیارم که مثلا چون سال قبل آری بودم برای پروژه‌ای که تو دانشگاه تگزاس داشت کار میشد. بعدش حالا آنر اوورد رو میارین، یه مقدار یه چیزای مسخره‌ای در دوران دانشجویی بوده بنویسین، اگر نبوده ننویسین. به نظر من هیچ کدوم از اینا اهمیتی نداره. حالا نمیدونم، من سیو کردم. اگر اسکیل و ابیلیتی دارین که مثلا زبان و اینا مثلا میتونین بنویسین. زبان ها مثلا یکی از چیزایی که استاد من توی مصاحبه از من پرسید، گفت تو چجوری مثلا به جز انگلیسی و فارسی میتونی زبان دیگه ای حرف بزنی؟ و من وقتی براش گفتم که داستان ما تو ایران اینجوریه، بعد خیلی هنوزم از من میپرسه که تو چجوری میتونی حرف بزنی. من خیلی به بحث زبان اینا علاقه دارم. و اگر پرو سافت‌ویر چیزی هست بنویسین. بعدش هم من سافت‌ویر مینویسم. بعدش ورکشاپ و اینا که من اصلا این ورکشاپ ها رو همین الان به نظرم اینجا دلت کنم بهتره، چون اصلا هیچ تأثیری ندارم. و بعدش هم که رفرنس هاتون میاد، اگر جایی هستش رفرنس هایی بیارین. حالا توی سی وی تحصیلی رفرنس ها میاد، ولی توی سی وی دیگه نه. در حد الان چند شد؟ 2 صفحه. این خیلی ساده و خیلی دور از هر گونه به اصطلاح، نمیدونم اصطلاحش چی میشه، اصطلاح ترکیشو بلدم، فارسیشو بلد نیست. دور از هر گونه آرایش و رنگ و رنگ‌آمیزی و اینجور چیزا. باز اگر سوالی در مورد سی وی هست نگه دارین، نپرسین. در نهایت بپرسین. و تو اگه چیزی میخوای اضافه کنی اضافه کن. من یه شکلی از سی وی فقط خواستم، یعنی هدفم این بود که من این شکل سی وی رو بهتون نشون بدم، بگم اینجوری بنویسین، هیچ چیزش نکنین، رنگ منگ ندین، عکس نذارین اصلا. و شکلش ساده باید اینجوری باشه وقتی برای کانادا و آمریکا اپلای میکنین، نه اروپا. کانادا و آمریکا، دقت کنین به این. کانادا و آمریکا. حالا شما اضافه. آره دقیقا. حالا اروپا خب دستتون بازتر، میتونین حالا اون عکس رو بذارین و اینا. ولی حالا اگر که دوست دارین که یه سری چیزایی مثلا از این فرمت اینقدر خشک و اینا مثلا خوشتون نمیاد یا میخواین عکس اضافه بکنین، حتما اون وبسایتی که گفتم که بسازین واسه خودتون بهترین جاست برای انجام این کار. مثلا من هابیاتون رو اونجا بنویسین، عکس مثلا چه میدونم در حال انجام یه آزمایشی هستین مثلا توی لب، هر چیزی یه عکس دارین، میتونین اونو به عنوان مثلا یکی از عکسای گالریتون توی اون وبسایتتون بذارین. یا مثلا اگر مدرک کارگاهی رو گرفتین، دوست دارین مدرکش رو مثلا عکسش رو بذارین اونجا، میتونین این کار انجام بدین. ولی اینجا دقیقا همونجوری که مازیار گفتش خیلی ساده و این هست. یه نکته که میخواستم اضافه بکنم توی بخش ادویکیشن، میتونین این کار رو هم بکنین که حالا با توجه به اینکه اساتید اونجا خیلی با دانشگاه‌های ما آشنایی خاصی ندارن، میتونین رنکینگ اون دانشگاه رو توی ایران فقط، توی جهان خیلی چیز خیلی خوبی نیست که حالا بخوایم حتما بذاریمش، ولی رنکینگش رو توی ایران میتونین مثلا بذارین. اگر که دانشگاه واقعا خوبی درس خوندین، میتونین مثلا بگین که مثلا دانشگاه مثلا تهران، دانشگاه مثلا حالا فلان جا، هرچی، و مثلا اون رنکینگش رو توی ایران توی پرانتز میتونین بذارین کنارش اگر که دوست داشته باشین. بعد دیگه در مورد چیزای دیگه میتونی اسکرول کنیم از یاد، ببخشید ببینم تو بخشای دیگهش. پابلیکیشن و پریزنتیشن و آره اینا این هم که زیاد مهم نیست. بعد ریسرچ اکسپریانس و ریسرچ و ایورتس. من مثلا خیلی کارهای انجمن علمی و اینجور چیزا داشتم، مدیر مسئول نشریه بودم تو اینجا میگن سایکولوژی کلاب، توی آمریکا بهشون میگن سایکولوژی استودنت کلاب اینا. حالا من اینا رو مثلا آوردم و نمیدونم چقدر تاثیر داشت حقیقتش، ولی آوردم دیگه، گفتم بیارم شاید گیر داشت. خیلی هم میگن مثلا رتبتون رو مینویسین ننویسین، که به نظر من هیچ ایرادی نداره اگر ننویسین، چون اینجا جیاری یک جورایی همون در مقام کنکور عمل میکنه. و اگر دانشگاهی جیاریش رو ویو کرده باشه میتونه مثلا نگاه کنه یه اوورویو کلی بگیره از این ایده. ولی خیلی هم میگن نیارین، نمیدونم، دانشگاه رو خرفرز نکنین و اینا، ولی به نظر من آوردنش ایرادی نداره. آره منم آوردم به نظرم. منم آوردم، هیچ ایرادی هم نداره به نظر من. تو من یه بار خیلی یه پیام خیلی طولانی تو گروه دیده بودم که یه نفر نوشته بود نیارین و این چیزای دانشگاه رو نمیدونم چی. من دلیل نمیبینم که طرف نیاره.
بعد حالا اسکرول میکنم دیگه نگاه نه یه لحظه میشه صبر کنید توی همون قسمت اسکیل. آره توی لنگویج و اینا در مورد انگلیش برای اینکه اگر که آره. خب هنوز امتحان تافل یا آیلتس ندادین میتونین بنویسین که حالا مثلا هر کدوم مثلا آیلتس to be taken soon، اگه تاریخش مشخصه to be taken on مثلا دقیقا اون تاریخش رو بنویسین. اگرم امتحانش رو دادین که نمراتتون رو هم بنویسین. این نشون میده که خب شما خیلی جدی‌تر هستین، حتی آزمون زبانتون رو هم دادین و آماده این برای اینکه برای دانشگاه اپلای بکنین. اینم خواستم اضافه بکنم و همین. تمام. خب سوالی که اگه دارین نپرسین نگه دارین برای اینه اشاره بکنم. خب فکر میکنم الان میتونم دیگه من اینو آن سیل بکنم. برینگ بکنیم. بعدش چیه؟ بعدش میرسیم به بخش من اینو من دوباره این سیل بکن نکنه. اما بعدش میرسیم به بخش جذاب دانشگاه. میگردیم الان با هم چجوری بریم تو دانشگاه استاد پیدا کنیم. من یکی از آدمایی بودم که خیلی خوب نبودم در این کار، یعنی چون یه مقدار گرایش های ADHD دارم قشنگ گم میشدم تو دانشگاه. بعد میبینیم مثلا دارم پروگرام انجینیرینگ رو نگاه میکنم مثلا اومدم بیرون، ولی خب امروز سعی میکنم برای بچه‌ها فوکوس باشم و برم به سمت پروگرام‌های روانشناسی. تو مثلا من میرفتم پروگرام‌های هنرم نگاه میکردم، فیلم و اینجور چیزا رو می‌کردم ببینم چی هست کلا تو دنیا. من الان این اسکرین رو برداریم از شیر، میریم که فایرفاکس هم رو شیر کنم. الان شیره دیگه، همه میبینن دیگه. شیره. بسیار عالی. این بالا که میبینین این تبا این مقاله هایی که من 2 هفته باز کردم که قراره این که روز بخونمشون، ولی فکر نمی کنم در نزدیکی بیاد. خب اولین روش برای پیدا کردن استاد تو آمریکا، بچه ها میگن که برین رنکینگ دانشگاه رو بزنین جلوتون و از یک بیاین پایینتر، که من این روش رو اصلا قبول ندارم. هر کسی هم بیاد اینجا بگه تو کتم نمیره که با این روش برین جلو. تو احتمال اینکه از بین این 200,000 نفری که میخوان برام شانسی تو ایران اپلای کنن از هاروارد پذیرش بگیرن یا از پرینستون پذیرش بگیرن خیلی پایین. نمیگم ممکن نیست ولی پایین، بیان قبول کنید. و من کاری که کردم حقیقتی که همه هم میگم، نقشه آمریکا رو میزنم جلو، از بالا ایالت مین میام پایین به کالیفرنیا این و شما هم به نظر من همین کار بکنیم. و البته باید جنسیت هم در نظر بگیریم در این قضیه. اگر پسر هستید شما نمیتونید به هر دانشگاهی اپلای کنید، شما باید فقط به دانشگاهی که در رتبه بندی وزارت علوم ممتاز یا خوب هستن برای دکترا اپلای کنید و در صورتی که از اونا پذیرش بگیرین بهتون معافیت میدن. اگر داستان معافیت ندارین اصلا مهم نیست، ولی اگه حتما سربازی داریم و میخواین معافیت بگیریم باید از دانشگاهی که تو رنکینگ وزارت علوم رتبهشون ممتاز یا خوب طبقه بندی شده رو بگیریم، پذیرش بگیریم. بنابراین پسرها حتما به این گزینه دقت داشته باشن. دخترها آزادی عمل دارن، هر جا دوست داشته باشن پذیرش بگیرن، فقط کافیه یه پذیرش بگیرن، مدرکشون رو میتونن آزاد کنن و برن به تحصیلاتشون و تحقیقاتشون ادامه بدن. حالا من برای نمونه نمیدونم یه دانشگاهی اگر دوستان ایده ای دارن یک نمیدونم یه پیشنهادی بدین، بریم تو اون دانشگاه بگردیم ببینیم چیا میتونیم پیدا کنیم ازش. هم دانشگاه من خودتون حالا تو ببینیم از دانشگاه خودمو بریم دانشگاه خودم. University of Illinois. حالا دانشگاه من میریم دانشگاه شما هم خواهیم. این دانشگاه ایلینوی در اوربانا شمپینه. حالا یه سری اینجاها اطلاعاتی میده تو گوگل، اکسپتنس ریت 60%، گریجویشن ریتش 85%، که اینا برای گریجویت تا استادیز نیستن، اینا معمولا برای رشته لیسانس هست. این اطلاعاتش. خب این پیج دانشگاهه همونطور که میبینین. چرا من نمیتونم اسکرول کنم پایین؟ این پیج کلی دانشگاه پیج اولشه. دوستان دو حالت دو کار میتونین بکنین و اول. خب من میتونم این دوتاشم برم، ولی اگه ترجیح میدیم من الان با روش خودم برم، بعدش با روش چیز بریم، بعدش ممکنه اون یکی هم بریم.
من کاری که همیشه میکردم تو سایت دانشگاه آمریکا میام رو اکادمیکس، نمیام رو بخش ادمیشن. علتش هم حالا اینجا دوتاش هم هستش. آره دوتاش هم هست. حالا میگم چرا من این کارو نمیکنم. حالا با ادمیشن بریم، چون من بیشتر دنبال این پروگرامز بودم. اینجا هم هستش پروگرامز آف استادی. خب اگه نگاه کنید تو هر دوتاشون هستش پروگرامز. حالا ما دقت کنید که اینجا undergraduate ادمیشنز، قبلا صحبت کردیم این ادمیشن لیسانس ها که اصلا ما با این کاری نداریم. اینجا گریجویت کالجه که مربوط به ما. پروگرامز ان کانتکست رو میزنیم، میایید اینجا. خیلی بازم میگم میتونید برین اصلا داخل سایت بالا سرچ کنین، اینجا سرچ کنین Department of Psychology، خیلی راحت مستقیم شوتتون میکنه به سمت سایت سایکولوژی دپارت. ولی من با این کار حداقل موافق نیستم، چون قراره بهتون بگم. حالا ممکنه شما هم کار نشید با من موافق نه. دایرکتوری آف پروگرامز بریم اینجا اسم پروگرام ها رو میاره. حالا چرا من موافق نیستم اینه که برخی ها ممکنه ریسرچشون جوری باشه که مثل رشته سلامت و بهداشت روان و اینجور چیزا باشه، که ممکنه رشته های دیگه هم باشه که خیلی نزدیک باشن به روانشناسی، ولی یه دپارتمان رشته جداگانه ای داشته باشه. و به نظر من کسایی که چنین رشته‌ای دارن اصلا خودشون رو محدود نکنن که حتما باید از روانشناسی پذیرش بگیره. ممکنه کسی فارغ التحصیل مشاوره خانواده باشه و خیلی رشته‌هایی من اینجا دیدم فامیلی استادیز. من یه همسایه داشتم تو اوهایو که فاکلتی چیز بود، فامیلی استادیز بود توی اوهایو، و ریسرچش رو که برای من توضیح داد دیدم دقیقا همون روانشناسی و مشاور خانواده است. یعنی هیچ تفاوتی نداره با روانشناسی، و ژورنالایی که چاپ میکنن هم همه ژورنالای روانشناسی. به خاطر همین من میگم خودتون رو محدود نکنید که حتما باید برم پروگرام روانشناسی پیدا کنم. اگر چنین رشته‌هایی دارین که فکر میکنین ریسرچتون میتونه اینتردیسیپلینری باشه، مثل همون نوروساینس یا مثل ایژوکیشن و اینجور چیزا، خودتون رو به رشته‌های چیزا محدود نکنید. به این رشته هم یه نگاهی داشته باشید. تو سایت هم معمولا با حروف الفبا چیز شده. خب ما کیو میزنیم میاد اینجا برامون، بین دنبال روانشناسی میگردیم که اینجاست. معمولا یه دایرکت وبسایت هست، میریم تو وبسایت. اینجاست سایت دپارتمان روانشناسی همونطور که میبینیم. و خب منی که دارم دنبال استاد و دانشگاه میگردم باید از الان بدونم که ریسرچ اینترستم چی هست و باید دنبال اون باشم. معمولا تو بخش آکادمیکس همون سایت دپارتمان شما میبینین که اینجا توضیحاتی در مورد هم پی اچ دی و هم مستر گذاشته. حالا ادمیشن هم بیاین پی اچ دی این سایکولوژی دوباره همشون هستش، یعنی اینا خیلی دوتاشون هم میره به یه صفحه احتمال زیاد. بعد حالا ما بریم تو ادمیشن پی اچ دی این سایکولوژی، میاد اینجا پی اچ دی این سایکولوژی یه سری توضیحاتی گذاشته که کی این دپارتمان چیز شده و اینا. حالا یه سری اطلاعاتی هست که how to apply، چجوری اپلای کنیم، و یا اینکه هندبوک چیز رو گذاشته. من خیلی الان دنبال هندبوک نیستم، دنبال اینم پروگرام ایریاز. میخوایم ببینیم که چه رشته‌هایی هست اصلا تو این دپارتمان روانشناسی. من میگم یه مقدار چون ADHD من خیلی دارم چیز میزنم، شاخه شاخه میزنم، ولی به نظر من بدونیم بهتره. یعنی بگردیم تو دانشگاه. به نظر من خیلی مهمه که با دپارتمان آشنا بشیم. ممکن اصلا یه دپارتمانی فقط دیولپمنتال داشته باشه و 3 تا فکلتی داشته باشه، و این اصلا به شما احتمال کلابریشن رو تو آینده نمیده. احتمالاً منابع خیلی زیادی ندارن تو دانشگاه. مثلا تو اوهایو یکی از چیزایی که بعد بچه‌ها می‌پرسیدن دل تنگ شده این بود که استاد سوشال نداشت خیلی زیاد، فقط 2 نفر بودن. و چون اکثرا یا بازنشست شده بودن یا چند تاشون هم فوت شدن، و تو فقط 2 نفر مونده بود که الان فقط 1 نفر مونده. یعنی خیلی فرصت کلابریشن نیست. اینا رو در نظر بگیریم وقتی داریم میرین که سعی کنین یه دپارتمان بزرگ برین که با ریسرچتون، اون قرار نیست فقط با استادتون کار کنین. آدمای زیادی هستن که میتونین باهاشون کار کنین. همونطور که می‌بینین اینجا گرایش‌های خیلی زیادی هست برای یه دپارتمان روانشناسی. اتنشن اند پرسپشن خودش یه گرایش، این خیلی نادره. بیهیویرال نوروساینس دارن، کاگنیتیو دارن، کاگنیتیو نوروساینس دارن. خیلی نزدیکم به هم دیگه، ولی هر کدوم گرایش متفاوتی برای خود. کوانتیتیتیو سایکولوژی هست که اکثرا آمار روانشناسی صنعتی سازمانی است، دیولپمنتال است، کلینیکال کمیونیتی که همون کلینیکاله، و سوشال پرسونالیتی. حالا من چون سوشال پرسونالیتی هم میرم سوشال اینجا توضیحاتی از شما میده که چی هست.
و اما اینجا معمولا فکلتی ها رو میاره. این اساتید دپارتمان روانشناسی اجتماعی، گروه روانشناسی اجتماعی، دپارتمان گروه روانشناسی اجتماعی. حالا من اگر بخوام دنبال استادی باشم که ریسرچش به هم میخوره، بهترین چیز اینه که خب دونه دونه باز کنم اینا رو نگاه کنم ببینم اینا چی کار میکنم. اینجا قشنگ توضیحاتی رو در موردش پیدا میکنیم، ریسرچ اینترستاشو نوشته، چه سوالایی رو معمولا دنبال میکنه و یه سری اطلاعات گذاشته در مورد خودش و معمولا سایت لبشون هم میذارن، CV خودش هم گذاشته. خب این ظاهرا این استاد CV چیز سایت لبش رو نذاشته، اگر شاید هم مثلا ندارم، یعنی اوکی. خب بالاخره ریسرچ اینترستاشو رو میخونین، اگر به شما میخوره اسمشو مینویسین، ایمیلشون هم که دیگه واضحه دیگه زیر کانتکت اینفورمیشنشون خواهد بود. ایمیلشون رو یادداشت میکنین که بعدها مثلا بهش ایمیل بزنین. حالا من ترجیحم اینجوری بود، اینجوری میگشتم نفر بعدی رو میزنم یه نگاه بکنم ببینم دارم. حالا ببینید این از خودش زیاد اطلاعاتی نداره ولی باز مقاله‌اشو بخونی یک دیدگاه کلی پیدا میکنین که عنوان مقاله‌اشو کی به کی. مثلا من این ترم با این استاد کلاس دارم، implicit social cognition دارم باش و مثلا یه توضیحاتی داده که چیکارا میکنه. خیلی از خیلی از استادان اگر لطف کنن، تو برخی دانشگاه ها اجباریه، تو برخی اجباری نیست، اگر لطف کنن بهتون میگن که قراره در ادمیشن سال بعد دانشجو بگیرن یا نه. الان نگاه کنین این expects recruiting one or more graduate students in the 2023-2024 admission cycle. یعنی این استاد قراره برای سال بعد دانشجوی گریجویت بگیره. علتش هم خب اینه که همین امسال اومده این دپارتمان و الان دانشجو نداره. و این به طور کلی حالا فرآیند استاد پیدا کردن و خیلی هم میگن که خیلی و زمان بره و نمیدونم دونه دونه اینا رو گشتن پیدا کردن استاد. متاسفانه زمان بره و هیچ راه به خصوصی هم نیست به نظر من برای اگر بله خیلی وبسایت ها هستن که بهتون دانشگاه براتون دانشگاه پیدا میکنن و میتونین برین استاد پیدا کنین ازش و من معمولا موافق نیستم چون دیتابیسشون خیلی خیلی ناقصه. دیتابیسشون اصلا کامل نیست و به نظر من بهترین روش همینیه که وقت بذارین دنبال استاد بگردین، لیستش رو در بیارین و در نهایت ایمیل بزنین. خیلی هم میگن که حقیقتش الان خیلی قرار هارش به نظر برسه این کامنتی که میخوام من بدم، ولی خیلی هم میگن چون میگن خیلی وقتی رو نمیتونیم وقت بذاریم و اینا. من به نظرم اگر شما در این مقطع نتونیم وقت بذاریم برای استاد پیدا کردن و بالاخره لیست در آوردن و اینا، شما اون چیزی ندارین که پی اچ دی بخونین، اون انگیزه رو ندارین که پی اچ دی بخونین و بهتره همینجا اصلا ببندین بذارین کنار. یعنی این خیلی صفر و صدی بود کامنت من، ولی بخواین نخواید پی اچ دی زمان بره، پی اچ دی کار تکراری خیلی زیاد داره و یکی از کارهای تکراری که میتونین از الان تمرین کنین براش و خیلی وقتتون رو قرار بگیرین که بگردین استاد پیدا کنین و از الان تمرین خوبیه که خودتون رو با سایت های دانشگاه آشنا کنین و دنبال استاد بگردین. خیلی از وقت شما قراره در دوران پی اچ دی تقریبا 95% وقتتون جلوی لپتاپ بگذاره و از همین الان آماده باشین که جلو کامپیوتر بشین و به نظر من بهترین روش همینه که برین تو سایت دانشگاه تو دنبال استاد بگردین. حالا اگر خیلی اصرار میکنین که مثلا حالا یه استادی رو مثلا پیدا کردین بهش ایمیل زدین گفتش که مثلا اپلای کن، دوست دارین برین بگردین، مثلا من مثلا به یه استاد ایمیل زدم تو دانشگاه واشنگتن گفتش که رزومت خوبه اپلای. گفتم که خب میای مصاحبه کنیم، گفت نه من وقت ندارم ولی اگه بخوای میتونی با دانشگاه پی اچ دی به صورت فعلی مصاحبه کنی و اونا برات ارزیابی میکنن که ببینن چه سی ویت خوبه یا. و حالا اگه بخواید با دانشجوهای پی اچ دیشون چیز کنیم، این سایت دانشگاه ما خوبه که این پایین میاد فکلتی بذاره، خیلی نمیذارن و شما میتونید برید تو بخش پیپل، تو بخش پیپل نگاه کنید فکلتی هست، فکلتی رو بزنید کل فکلتی دانشگاه اینجا میاد. حالا برخی دانشگاه لطف میکنن بر اساس ایریا براتون مرتب میکنن، مثلا ایندستریال میزنی اپلای میکنی فقط استادای صنعتی سازمان، ولی برخی اینجوری نیستن دیگه باید دونه دونه بشینیم بگردیم.
حالا این فکلتی میتونید دانشجوی پستاک رو اگر خیلی علاقه دارین بهشون پیدا کنید، یا اینکه میتونین دانشجوی دکتراشون رو نگاه کنید. اینا دانشجوی دکترا هستن، اینم که دعاشتون اینجا هست. و دانشجوی دکترا اینجا هستن. یه دانشگاه مستر هم جدا گذاشته این دانشگاه ما. دانشگاه مستر معمولا تعدادشون کمه چون فاندینگ ندارن اکثرا. همون خیلی نمیاد که بچه‌ها مستر بکنن. حالا دیگه استف داره. حالا اگه سوالی من داشتین در مورد نمره زبان اینا میتونید بگردیم ببینید کدوم از اینا مسئول ادمیشن و اینا، به اون ایمیل بزنید. یعنی با گشتن تو سایت همین اطلاعاتی که نیاز داریم برای اپلای میتونید پیدا کنید. هر کسی بیاد بگه اطلاعات سایت ناقصه، من باور نمیکنم. اونقدر اطلاعات هست تو سایت اینا. این آمریکایی یه کاری درست انجام بدن اینه که سایتاشون پر اطلاعات، همه چی میتونید از اونجا پیدا کنید و نیاز نیست اصلا خیلی وقت مواقع ایمیل بزنید و بپرسید، چون همه چی هستش با جزئیات توضیح داده شده. چون بالاخره الان بیشتر از 100 ساله دارن کار ادمیشن میکنن، میدونن چه سوالاتی داریم و معمولا سوال هست براش. این یه دانشگاه بود. میتونیم بریم دانشگاه بعدی. حالا دیگه گفتم باید بریم دانشگاه شما. یه مثال هم بزنیم ببینیم دانشگاه اینا چه خبره توش. من قبلا این سرچی زدم چون قرار بود این تریپ رو تو بزنم از دانشگاه شما شد و سایت دانشگاهتون خیلی پیچیده است. حداقل برای من خیلی پیچیده. مثلا این اول اون چیزا رو نداره. اون این ادمیشن و نمیدونم آکادمیکس و اینجور چیزا نیست. من واقعا اول من این سایت اول گم شدم که از اینجا قرار کجا برم. من الان هم نمیدونم باید کجا برم. حالا یه دیسکاور رو میذاریم ببینیم چیا میاره. خب دیگه میخواستیم و نمیگیریم ازش. بعد حالا دیگه در نهایت دیدین چیزی پیدا نمی‌کنی سرچ کنیم دیگه. خودم هم به از شخصه روش میخوام برم تو مثلا وبسایت دپارتمان خودمون، از همون اول سرچ میکنم دیپارتمنت آره تکنولوژی یو ان سی چپلین، همون واسم بیاره. دیگه اصلا آره، یعنی سایت برخی سایت ها اینجوری هم پس شما رو بد دیزاین شدن و شما رو گم می‌کنن. خب این حالا دپارتمان سایکولوژی و نوروساینس دانشگاه سفید ایناست. اینجا قشنگ براتون آینده پراسپکتیو استودنت. من یه دانشجویی هم که میخوام آینده بیام. من این کار رو دوست ندارم انجام بدم ولی بیاین انجام بدم. یه سری توضیحاتی در مورد خودشون دادن که همون برای سی وی اینا نوشتن میتونین ازش استفاده کنید برای اسوپی نوشتن. بعد حالا فکلتی معمولا توی پیپل کور فکلتی هست. در مورد فکلتی هم باشه یه توضیح چیز بدین، اینم بهتون نشون بدین. گریجویت استادیز داره. ادمیشن ریکوایرمنت نوشته دقیقاً چه مدارکی نیاز داریم برای اپلیکیشن کردن. پروسس اپلیکیشن رو توضیح داده که شما دقیقاً چه فرآیندی قراره طی کنید. همه چی بر اساس ترانسپرنسی شده. یعنی چیزی نمیتونید بگین که در حق من چیز شد. اینجا دقیقاً همه چی براتون توضیح میدن که چه فرآیندی قراره طی بشه تو اپلیکیشن و اصلا هیچ بهانه‌ای نیستش. یعنی حتی نمیدونم سایت شما چجوریه ولی تو سایت دانشگاه ما میذاره که استادا چقدر حقوق میگن. یعنی تو همه چی رو بریم نگاه کنیم دونه به دونه اطلاعاتش رو در بیاریم. و حالا یه سری اطلاعات برای incoming graduate student نوشته graduate programs هست که الان بریم. من دانشجوی یا آیندهم graduate student هم. دقیقاً اطلاعات و همه چی که الان من اینجا باز کردم و اینجا براتون گذاشتم. application process admission requirement و گرایش ها رو گذاشته اینجا. چقدر گرایش دارن quantitative developmental cognitive clinical دوباره نوروساینس. چقدر شما هم مثل دپارتمان بزرگیه. بعد یه سری اطلاعات دیگه هست که حالا اینا فکلتی دانشگاه هستن همونطور که میتونین نگاه کنین. اینا دیگه خیلی لطف کردن که در حد 2 جمله توضیح دادن ریسرچ اینترستشون رو. مثل مال ما اه، کتاب ننوشتن در مورد ریسرچشون. دقیقا توضیح میده. ایمیلاشون هم که هست دیگه لازم نیست بهش اشاره کنم. بعد برخی وبسایت خودشون هم دارن همینطوری که نگاه میکنین. بعد اینجوری وقتی ایمیل میزنین دقت کنین که نگاه کنین این عنوان اساتید رو رعایت کنید. یعنی برخی رو میبینیم به تیچینگ اسیستنت پروفسور. این حالا نمیدونم اینا میتونن بگیرن ولی فکر میکنم کسایی که تیچینگ اسیستنت پروفسور نمیتونن دانشجو بگیرن. آره چون نمیتونم. اینا وظیفتون فقط تدریس کردن. یا این برخی هستن پیدا میکنن
این استاد ممتازا چیز اینا که یا برخی هستن افیلییت میکنن، این نه افیلییشن هم مثلا یه دپارتمان دیگه که معمولا به درد شما نمیخوره، ظاهرا شما ندارین. مثلا استاد مدعو باشن. آره یه چنین چیزایی یا مثلا برای امریتوس میگه اسمش رو من نمیاد. اونا هم معمولا کسایی هن که دیگه اصلا استادشون نمیگیرن ولی همچنان افیلیت میکنن. کلا دنبال کسایی باشین که یا عنوانش پروفسوره یا اسوسییت پروفسوره یا اسیستنت پروفسوره. یعنی برای سایرین دیگه ایمیل نزنین به نظر من، چون معمولا چیز نمیکنه، چون دانشجو نمیگیره. فقط این سه تا عنوان میتونن دانشجو بگیرن. اگر مثلا بقیه اینستراکتورن اینا اصلا تدریس میکنن، فقط کارشون چیز نیستش، قراردادیه. این ریسرچ اسیستنت پروفسور رو نمیدونم داستان شما چجوریه، من تا حالا اینجوری ندیده بودم. ریسرچ اسیستنت پروفسور این میتونه دانشجو بگیره؟ فکر نه کنم فکر نمی‌کنم. نمیتونن اینا. نه فکر اوکی، پس فقط بچسبیم به همون عنوان، سه تا عنوان: اسیستنت، اسوسییت و پروفسور. این هم دپارتمانشون فکلتی ها بود که خیلی راحت دیدیم با سه تا کلیک به استاد میرسیم، یعنی چیز پیچیده‌ای نیستش. و اما بخش جالب گریجویت استودنت، میریم تو کاگنیتیو، اگر دنبال دانشجوی گریجویت استودنتی هستی نگاه میکنه اینجاست داشت اسمش میاد و همه اطلاعاتش رو ایمیلش هم میده براتون گفت چیز کنم. اما ادمیشن ریکوایرمنت، خب ادمیشن ریکوایرمنت معمولا یه چیزایی نوشته دیگه. جی پی ای 3 هایر میخواد، based of number of factors include academic degree, written statement of purpose, letter of recommendation, and relevant work experience و اینجور چیزا. و حالا یه سری توضیحاتی در مورد کوانت و اینا داده و اطلاعاتی مربوط به داشت یه دونه هم چیز میده دنبال چی هم اگه گفتین، اینکه ریکوایرمنت های کلی دانشگاه برای اپلای کردن. یه بار دیگه بریم. فکر کنم تو خودم سایت دانشگاه ما تو اپلیکیشن پروسس نمیدونم ادمیشن ریکوایرمنت فکر کنم یه جدولی میداد که مثلا نوشته بود تو اس او پی چی بنویسین. آره اینا چی باشه. آره فکر کنم درست. بود توی همونطور که نگاه میکنی نوشته ددلاین برای فال 24، یعنی اگه میخواین فال سال بعد دانشجو باشین باید تا نوامبر 28 اپلای کرده باشین. تمام شده. این تز دانشگاهی که جالب برای من ددلاینش غیر عادیه در مقایسه سایر. و حالا دقیقا نوشته اپلیکیشن، این که قرار از کجا اپلای کنید، وبسایتش اینجاست، یا نیازه اپلیکیشن متریال، اینکه یکی اپلیکیشن فی باید پرداخت کنید، جالب بود ترانسکریپتتون برام نیازه. ددلاینش چون عوض میشه. آره من ددلاینم واسه این دانشگاه مثلا 15 دسامبر بود اون سالی که من اپلای کردم. آره ظاهرا هم جالب. عوض کرده. پس حتما اینو چک کنین، یعنی این آره نه چک که کنید پارسال حتما. اینجوری بود الانم اینجوریه، حتما چک کنین. چک کنید. 3 تا letter of recommendation میخواد، statement of purpose میخواد، رزومتون رو میخواد که همون CV area of interestتون رو میخواد. و حالا یه سری سوالای برخی مقاله میتونید دوال پروگرام برین، میتونید ماینور بگیرین، اصلا مثلا روانشناسی اجتماعی داره میخونین ماینور آن بگیرین. اینا هر کدوم ریکوایرمنت خودتون دارن. بعد اینکه میان اینجا درک میکنید فکلتی اینترست آپشنال، اگر دقت کنید خیلی از دانشگاه هم لازم نیست حتما با یه نفر علاقه داشته باشین کار کنید. یه نفر بهتون پیشنهاد میده در بیا با من کار، ولی بهتره که خودتون داشته باشین به استادی هدف. حالا میگه اینترنشنال اپلیکنت هم که تافل و آیلتس میخواد ازتون، حتما باید در 2 سال قبل چیز باشه. و من اطلاعاتی در مورد جیاری ندیدم، اگر دیدین به منم بگین که دارن نیستش نه جیاری. آره دانشگاه ما احتیاج نداره. آره ولی خب مثلا دانشگاه ما میخواد و دارن خیلی بحث میکنن که آپشنالش کنن، احتمالا از سال بعد آپشنال، ولی فعلا ریکوایر. بعدش آره دیگه اینم اطلاعاتی در مورد سایت گشتن، یعنی چیز پیچیده ای نیستش که مثلا خیلیا نمیتونن پیدا کنن. به نظر من یه مقدار وقت بذارین میتونین خیلی راحت پیدا کنین. برای سایت پیدا کرد استاد پیدا کردن هم به نظر من خیلی راحت. من این کارو میکنم. مپ آمریکا
از همون بالا مین شروع میکنیم میایم پایین کالیفرنیا، دونه دونه استادا رو دانشگاه رو میگردیم. مثلا میخواین چیکار کنیم؟ می‌نویسیم مین یونیورسیتیز، براتون یه ویکی‌پدیایی میاده اگر بتونیم پیدا کنیم. من اینجوری گشتم، حالا شما نمیدونم چجوری. ببین اینا کل لیست دانشگاهایی که توی ایالت مین هست، ولی همشون به درد شما نمیخوره. دانشگاهایی که بعدم به جمعیتش نگاه کنیم. دانشگاه جمعیت بزرگ معمولا دانشگاه درستابی. و نگاه کنیم مثلا اینا زیاد به درد نمیخورن، جمعیت بزرگ بودن هم به درد نمیخوره. نگاه کنیم یونیورسیتی آف مین، دنبال ریسرچ یونیورسیتی ها باشیم. نگاه کنیم یونیورسیتی آف مین، شهرش هم نوشته ریسرچ یونیورسیتی. اینا دانشگاهی هستند که به درد شما، دانشگاهی که اینا به درد شما نمیخوره. بعد حالا برخی مسترز یونیورسیتی هستند که شاید به درد کسایی که دنبال مسترز هم بخوره. من اطلاعی ندارم از اینا، بگم بلدم هم دروغ گفتم. ولی معمولا دنبال دانشگاه ریسرچ یونیورسیتی باشین که اینا چیزایی هستند که به درد ما. همونطور که می‌بینین الان تو ایالت مین، چون ایالت خیلی بزرگی نیست، یه دونه دانشگاه بیشتر به درد ما نمیخوره. ولی مثلا شما تشریف ببرین اگر ایالت، برای مثال چون کالیفرنیا برم خیلی دیگه گم میشه. کالیفرنیا واقعا چی دارم سه آه ببینید ریسرچ یونیورسیتی ایلینوی استیت، ریسرچ یونیورسیتی یونیورسیتی آف ایلینوی ات شیکاگو، یونیورسیتی آف ایلینوی ات اوربان شامپین، نورسن یونیورسیتی ایلینوی یونیورسیتی. اینا همه دانشگاه ریسرچ چیزن که میتونید بهشون حالا ایمیل بزنید هر چیزی بکنید. بعد اینجا بازم هستش تعداد دانشگاه زیادی که ریسرچ یونیورسیتی، اینا به درد ما نمیخواد. ولی نورس وسترن هم فکر می‌کنم تو ایلینوی تا جایی که من یادم میاد. یه چنین دانشگاهی دیگه، یعنی چیز خاصی نیستش برای پیدا کردن دانشگاه. اینم از دانشگاه گشتم بود که من چی شد؟ حالا دیگه چیز رو stop کنم. اگر چیزی داری برای اضافه کردن، در من مورد دانشگاه ها نه چیز خاصی چیز نیستش. خاصی نیست. خب حالا برمیگردیم به یک لحظه. سوالاتون رو میبینم ولی فعلا جواب نمیدم. خب حالا برگردیم به این دوست عزیزمون که یه مقدار فضا رو بردیم. و اما میرسیم به بخش جذاب پرسش و پاسخ. خب حالا من برای پرسش و پاسخ یه پیشنهاد دارم. اگر کسی میخواد سوالی بپرسه میتونن دستشون رو ریز کنن. نمیدونم اگه دارین شما این گزینه رو، چون خیلی آره. همه با هم دیگه صحبت نکنن. آره. و وایسش رو میتونه باز کنه، ویدیوش هم میتونه، هر کدوم رو دوست دارین دیگه. بعد سوالشون رو بپرسه، بعد از هر کی هم دوست داره که سوالش جواب بده میتونه بگه که من دوست دارم فلانی جواب بده، یا اصلا هر کی دوست داشت از ما میتونست جواب بده. یعنی ساختار خاصی نداشته باشه. حالا اگر اوکی بریم به یه نفر دست یه نفر رو میبینم. اگر شما هم میبینید علیزاده میتونه ویدیوشو باز همون میکروفونش وایس. رو باز کنه. آره و سوالتون رو بپرسید. امیدوارم من بلد. سلام، خوب هستین؟ ممنونم. تشکر میکنم اول از هر ستون برای این کاری که انجام دادید. و من محمد هست اسمم، البته با اکانت دوستم اومدم به خاطر همین علیزاده خورده. من دو تا سوال دارم خدمتتون. یکی این که اگر یه دانشگاه GRE نخواد و ما GRE بدیم هیچ تأثیری داره توی فرایند اون دانشگاه یا نه، تو فرایند اپلای؟ و سوال بعدی هم این که برای اون ایمیلی که به استاد داده میشه توی حتما به صورت اتچ باشه یا اینکه نه توی فایل، توی خود متن ایمیل هم میشه CV رو فرستاد برای استاد؟
حالا فعلا این دوتا سوال رو. خب من چون قطع شدم یه لحظه سوالا رو کامل نشیدم. سپیده جواب. من میگم اوکی. در مورد سوال اولتون خواهش می‌کنم. در مورد سوال اولتون من چیزی که خودم از استاد میوت شدم. الان صدامو دارین؟ اوکی خب. با توجه به این که همونطور که دیدیم دانشگاه ما GRE رو نمیخواد، من یکی از بچهای اندرگرادمون از استادمون مستقیما در مورد این بحث GRE سوال کردن که GRE بدم یا ندم و استادمون گفتن که ما به عنوان ادمیشن کامیتی بهمون گفتن که چون ما دانشگاهمون GRE رو به عنوان ریکوایرمنت نمیخواد، اگر اپلیکنتی بیاد GRE داشته باشه و ارائه بده شما اصلا نگاه هم نکنین بهش که اصلا نمرش چیه یا مثلا چه عمل کردی داشته توی GRE. برای همین من فکر میکنم که اگر که شما GRE هم بدین، بالاخره اگه برای دانشگاه اقدام بکنین که GRE رو ریکوایر نکرده باشه، برای اینکه میخواد شرایط رو برای همه اپلیکنت ها یکسان و عادلانه نگه داره، نگاه نمیکنه به اون قسمت CV تون. برای همین فکر نمیکنم احتیاج باشه که وقت بذارین، مگر برای دانشگاهی بخواین اپلای بکنین که GRE رو هم جزء آپشناش بخواد یا مثلا حالا یا ریکوایرد باشه یا مثلا گفته باشه که توصیه میشه که این کار ریکامندد باشه. این بحث GRE. در مورد سوال دومتون، CV رو ما خب گفتیم که یه معرفی خیلی کوتاهی توی متن ایمیلتون باید در مورد خودتون داشته باشین. میتونین برای اینکه خب اون فرست ایمپرشن مثبت رو بذارین روی اون استاد، در مورد بولد ترین نکاتی که توی CV تون هستش یه اشاره خیلی کوتاه بکنین. مثلا اینکه بگین من مثلا الان دانشجوی ارشد فلان دانشگاه، توی پرانتز میتونین اگه GPA خوبی دارین مثلا اونو بنویسین و مثلا در حال حاضر مثلا ریسرچ اسیستنت هم یا مثلا فلانجا کار میکنم همین. ولی در CV کاملتون رو باید توی یه فایل جدا PDF اتچ شده به اون ایمیلتون ارسال بکنید و تو خود متن ایمیلتون نباید بشینین CV تون رو مثلا کپی پیست بکنید. باید متن جدا، یعنی در واقع فایل جدا اتچ بشه به ایمیلی که به استاد میزنید. امیدوارم که سوالتون جواب داده باشه. من یه چیزی در مورد GRE بگم. GRE در خود سه تا حالت خواهید داشت شما، یا اینکه دانشگاه ریکوایر میکنه و اصلا بدون GRE نمیتونید اپلای کنید، یا اینکه دانشگاه اصلا نمیخواد از شما و میگه هرچی بفرستی ما اصلا ایوالویتش نمیکنیم، یا اینکه میگه که آقا آپشناله، اگر بفرستین ما نگاهش میکنیم. که بازم این ممکنه دو حالت داشته باشه. برخی‌ها میگن تاثیر مثبت داره، برخی‌ها میگن شما بفرستید ما نگاه میکنیم، ولی به این معنی نیست که شما بالاتر از کسی هستی که نداره بیاری. یعنی اینا باز همه اینا به صورت جزئی در وبسایت دانشگاه همش ذکر شده، یعنی از دانشگاه به دانشگاه هم متفاوته. این توضیح در مورد جیاری تو وبسایت دانشگاه هست، حتما هست، قطعا اینا رو اگر بگردیم پیدا میکنیم. ولی دانشگاه‌های آمریکا الان دارن به سمتی میرن که میخوان جیاری رو ویو کنن به دلایل همین دایورسیتی و اینجور چیزا دیگه. چون جیاری ذاتاً، حالا یه مقدار از روانشناسی اجتماعی بریم، ساختارش جوریه که برای یک سری از افراد مناسبه، یعنی برای یه سری افراد طراحی شده و یه سری افراد به خصوص میتونن توش موفق باشن، از جمله وایتا و ایژن. یعنی مثلا برای بلک ها و ما اینترنشنال و میدل استرن ها منا اینا خوب طراحی نشده، به خاطر همین دارن به سمتی میرن که میخوان حذف کنن. ولی آره فعلا برخی دانشگاه ریکوایر داره. بعد یه سوال دیگه، و حالا من بعد از این سوالی نمیپرسم که نوبت به بقیه هم برسه، در رابطه با این که اون میان رشته‌ای ها فرضاً، حالا چون من سوالم اینه که چون من خودم برق بودم میخوام نوروساینس کار بکنم، میخوام که یه توضیحی در این مورد اگر بدید، یکم راهنمایی بکنید که چه جوری عمل بکنم بهتر هست، ممنون میشم. من بگم؟ بیا برم. نه بگو. من کامنت زیادی ندارم. به نظر من کسی که برقی خیلی هم مناسبه برای نوروساینس و من خیلی از افراد دیدم که برق خونده و الان داره نوروساینس می‌خونه. حالا من کسی رو نمیخوام معرفی کنم، من تو دپارتمان خودمونم که این کسی هستش که برق خونده و الان داره نوروساینس می‌خونه. یعنی من رشته برق رو خیلی هم مرتبط می‌کنم. اساساً اینجوری نیستش که غیر مرتبط باشه. نظر من اینه در کل. حالا سپیده اگه چیزی بخواد نه دقیقاً همینه. اگه مثلا سعی بکنین که یه ریسرچ مرتبط با حالا اون حیطه نوروساینس رو هم به رزومتون اضافه بکنین یا حداقل
در حال کار کردن روش باشین و ایمیل بزنین به اساتید، اینا میتونه خیلی کمک بکنه، نظرشون رو جلب کنه. اوکی، ممنون هستم. خب نفر بعدی اگر کسی دستشو، خب حالا شما دستو بیار پایین آقای شما قاطی نکنید. آره خب خانم فهیمه اگر خب ام... وایستون بازه، میتونین صحبت کنین الان. یا میتونین تایپ کنین. حالا تا خانم فهیمه اگر صحبت میکنن صداشون بسته است، یا تایپ کنین یا صحبت کنین، ما دیگه کمیونیکیت کنین با دودی چیزی به ما بفرمون. تایپ کنین هم اوکیه ها، یعنی من الان دارم سوالا رو اینجا میبینم، اگر دانشگاه جیاری نخورد به درد میخوره که امتحان بدیم، جواب دادیم فکر کنم. دوره‌های کورسرا امتیاز داره، دوره‌های کورسرا قطعا امتیاز داره، ولی به شرطی که مرتبط باشه. یعنی من تو رزومه برخی بچه‌ها دیدم که دوره گذروندن که مثلا چجوری افسردگی رو شکست بدیم. به نظر من اینجور دوره ارزش نداره. ولی مثلا دوره‌های مثلا یه نفر دوره رگرسیون گذرونده، یه نفر دوره نمیدونم مولتیوریت آنالیسیس گذرونده، یه نفر دوره آنووا گذرونده، به نظر من اینا مفید. حالا امیدوارم تونسته باشم پاسخ بدم. میشه به جای وبسایت لینکدین رو بزنم. من لینکدین رو زیاد بلد نیستم حقیقتش، هی به من کانکشن ریکوست میفرستن، من قبول میکنم، نمیدونم آخرش چی میشه، کجا قرار چیکار میکنم تو لینکدین. من هر دفعه میرم گم میشم تو خودم، خیلی لینکدین استفاده نمیکنم، فقط کانکشن قبول میکنم، نمیدونم کی قراره به درم بخوره اینا. ولی یکی بلده جواب بده. لینکدین بیشتر برای جاب مارکت بعد از اینکه حالا مثلا شما پی اچ دیتون تموم بشه میتونه کمکتون بکنه. خیلی تو این مرحله خیلی اونقدر کمک کننده. خب یک لحظه من یه چیز کنم. الان این کسایی که خانم الهام شما وایس تو باز کن. سلام، وقت بخیر. صدای من میاد؟ بله. بله. ببخشید، اگر که مثلا ما یه شغل غیر مرتبط داشته باشیم ولی خب تاثیر مثبتی روی تیم ورکمون، حالا تایم منیجمنتمون گذاشته باشه، اینا میتونیم توی انگیزه نامه مثلا بگیم که خب ما شغل غیر مرتبطمون اینه و این تاثیر رو داشته. بهتره بگیم یا نه اصلا بیانش نکنیم؟ خب من اگر صداتون برای من قطع وصل شد، ولی من یک بار سوالتون رو بخوام دوباره بگم، سوالتون این بود که یک شغل غیر مرتبطی داشتید که زیاد به روانشناسی مرتبط نبوده، ولی میتونین ازش استفاده کنین که به عنوان تایم منیجمنت رو اشاره کنین به تایم منیجمنت و اینجور چیزا. سوالتون این بود فکر میکنم. بله، حالا تیم جواب ورکمون میدید اصلا سفیده؟ جان ببخشید صدا کم. جواب میدید؟ اوکی آره. من اگر باشم تو این موقعیت انجام میدم این کارو، به خاطر اینکه حالا بالاخره شما یک توانمندی رو با انجام یک کاری به دست آوردین. اون توانمندی الان مهمه. حالا اگه کار غیر مرتبط بوده اشکال نداره، چه بهتر که مرتبط باشه، ولی اگه نیست بالاخره شما یه توانمندی به دست آوردین که برای نشون دادن اون توانمندیتون میتونین اشاره بکنین به اینکه مثلا حالا فلان کار رو انجام میدادین و مثلا در طیش به همچین اسکیلی هم مثلا رسیدین و این به نظر من ارزشمند. بله، خیلی ممنون، مرسی. خب من خانم دیگر یک لحظه منتظر خواهم گذاشت تا به سطح یه نگاهی بندازیم. سوال پرسیدن که موقعی نزدن استاد چطور علاقمون رو به تحقیقات نشون بدیم، چرا روش‌هایی وجود داره؟
علاقتون رو به تحقیقاتش نشون دادن خیلی ساده میگین من اینترستدم دیگه نمیدونم یعنی روش به خصوصی هست براش میشناسید و روش به خصوصی برای نشون شاید دادن مثلا علاقه اینکه به ریسرچ اینترست های خودتون هم اشاره بکنین که به اون هیت مثلا نزدیکه نشون میده که خب علاقه‌مندین، یا اگه آیدیای مثلا ریسرچ آیدیای خاصی دارین توی اون زمینه میتونین مثلا اشاره بکنین که دلم میخواد مثلا فلان هیتر رو روش بیشتر کار بکنم، مثلا اینسپایرد شدم با اون مثلا مقاله‌ای که شما کار کردین. اینجور چیزا میتونه نشون دهنده علاقتون باشه. برخی ها میبینیم مثلا تو مقالهشون سایت میدن و به این اشاره میکنن که من به شما سایت داده بودم علاقه مشترکی داریم و اینجور چیزا. این راه زیاده قول من رزومه استادی که ازش چیکار میگیم خیلی مهمه. دو تا گزینه است، دو تا مسئله هستش. یکی اینکه متنی که برای شما مینویسن خیلی مهمه بیشتر به نظر من و رو متن خیلی باید بیشتر متمرکز شید. متن هر چقدر شخصی باشه هر چقدر جزئیات بیشتر، نه اینجوری دانشگاه خیلی خوبه من ازش راضی بودم، نه اینجوری نه، با جزئیات میتونه با مثال توضیح بده، به نظر من خیلی بهتره. در اکثر مواقع استادای ایرانی، ببخشید استادای ایرانی، ولی سواد انگلیسی کافی برای نوشتن یه متن خیلی خوب ندارن و معمولا نیاز به ریوایز خیلی زیاد داره. حالا اگه خودتون تونستین بنویسین، خیلی وقتا این کارو میکنن، یا خودشون مینویسن میدن استاد میخونه اصلاح میکنه یه چنین چیزایی. ولی آره اسم و عنوان و اینجور چیزاش هم مهمه، قطعا مهمه. شما اگر ریکوایرمنت داشتید از نمیدونم جف گرینبرگی بیاد که 70,000 تا سایتیشن داره، خیلی بیشتره تا مثلا از استاد فلانی در نمیدونم چی با 2 تا سایتیشن بیاد، پروفسوره ولی مثلا 2 تا سایتیشن. یه چنین چیزایی آره مهمه، ولی خب باز میگم متن خیلی بیشتر مهمه. متنی که براتون مینویسه خیلی ارزشش بالاتر. کسی که کارشناسی علوم تربیت چقدر شانس داره و دکترا مثلا همه چی برای همه چی شانس هست، هیچ به شرط اینکه ریسرچتون مرتبط باشه همه چی شانس هست. من روانشناسی بالینی کودک بودم، الان دارم اجتماعی میخونم که اصلا دنیاهاشون هم یکی نیستن، ولی هم به شرط اینکه ریسرچتون مرتبط باشه و نشون بدین که ریسرچ مرتبط سر در میارین، همیشه برای همه چی شانس هست. نظرمو در مورد لینکدین گفتم. لطفا میشه توضیح بدید چقدر با SPSS؟ من سال گذشته کلا با SPSS نوشتم، اونم SPSS نوشتم منظور تو SPSS کد نوشتم، ما رو فوربیت کرده بودم بخاطر اینکه اون بالایی کار کردم. یعنی امتحانم اونجور که باید کد SPSS رو برمیگردونیم به از این ترمم استادمون داره مانوا رو با آر درس میده که بازم قراره همه تحلیل‌ها رو تو آر بخواد مثلا. مدرک دوره کورسرا رو داشته باشید. من ندیدم کسی از شما مدرک بخواد و فعلا تا اینجا صبر کنیم بریم سوال. خانم بیتا دیگه دستش خوش بود. خانم بیتا باز کن ویدیو رو. سلام، وقت همگی بخیر. بخش من سوالم حالا یه مقدار شاید طولانی باشه، سریع میپرسم که وقت بقیه دوستانم نگیرم. من واقعیتش اینه که من تازه در واقع مقطع لیسانسم تموم شده، یعنی حدودا 5-6 ماهه و برای انتخاب رشته‌ام 2 تا آپشن بیشتر نداشتم، یکی روانشناسی عمومی و روانشناسی بالینی. و خب با تجربه اینکه فهمیدم که به حیطه نوروسایکولوژی علاقه دارم و خیلی هم ریسرچ دوست ندارم و فهمیدم که حالا این دلیل نمیدونم، فکر میکنم که مقطع پی اچ دی بیشتر حالت ریسرچ بیس هستن، یعنی عملا ریسرچ بیسن و فکر میکنم که همون پی اس وایدی اگه اشتباه نکنم بیشتر حالت درمانی طورن. حالا به نظرتون من برای ارشد مجدد اقدام بکنم یا همون برای پی اچ دی با تجربه این شرایطی که در حال حاضر دارم؟ خب جواب میدی یا من جواب؟ بگو. من آخه نظراتم خیلی اکستریمه، یه مقدار ممکنه افراد به خاطر این تاپ بودن از من بدشون بیاد ولی به نظر من اگر به هر دلیلی به ریسرچ کردن علاقه ندارین، مسیرتون رو در THC آمریکا یا هر کشور دیگه ای دنبال نکنین، چون در نهایت به شکست قرار بشه. و خیلی من مثال دیدم، میتونم براتون 10 نفر مثال بیارم با جزئیات که اصلا الان آوردنش خوب نیست، میگی رفتن و در پیشتی شکست خوردن.
اگر به ریسرچ علاقه ندارین وارد پیشتی نشین و درس رو به عنوان هدف مهاجرت حساب نکنین. اون اینجا اولین جمله‌ای که ما تو اورینتیشن من تو هر دو دانشگاه به من گفتن کورس مهم نیست، شما اومدین اینجا ریسرچ کنین. بعد به end of the day اگر یه بی بگیرین کافیه. کسی به ما معدل شما کاری نداره، به ریسرچ شما کار داره. هر سال هم اوالویشنتون بیشتر رو ریسرچ. هر سال ما اینجا ارزیابی میشیم که ریسرچتون رو چقدر جلو برد. کسی به کورسای ما کاری نداره. آره اگه سی بگیری بیفتی از کورسو کار دارن، ولی ما حداقل رو بگیری یه تموم اصلا کسی توجه نمیکنه. اولین چیز باید به ریسرچ کار. حالا دارین روانشناسی عمومی میخونین که مثلا تو خودت روانشناسی عمومی بودی نه؟ من آره ارشدم عمومی بودم. یعنی خب حالا دیگه مثالش هم اینجا سالا ادامه بدین که مشکلی نیست در رشته رو تغییر دادن. ولی به نظر من آره دیگه، من نظر کلی اینه که اگه به ریسرچ خیلی علاقه ندارین اون راه مناسبی نیست دکترا خوندن تو آمریکا. اگه ارشد مجدد اپلای کنی، ارشد و دکترا به نظر من تفاوتی نداره تو آمریکا. هر دو یه فشار رو داره و هر دو من الان قرار سال بعد مسترم رو ارائه بدم. میتونستم ویف کنم که مستر ننویسم ولی نمیخوام این کار بکنم چون میخوام مستر اجتماعی هم بگیرم. به خاطر اون یعنی من الان عملا تو این 2 سال اول دانشجوی ارشد محسوب میشم تا اینکه دانشجوی پی اچ دی. با اینکه به من میگن دانشجوی پی اچ دی ولی تو سال آخر سال دوم از من پایان نامه ارشد. به خاطر هیچ تفاوتی ندارن ماهیت، به خاطر همین میگن graduate studies چون همشون یکیه. فقط تو یکی 2 ساله تموم میکنید یکی 5 ساله. حالا نمیدونم اگر به سوالتون تونستم جواب بدم، اگر ناقص بود سپیده جواب بده بقیه‌شو و اگر بازم سوال دارین من خوشحال میشم. من یه بتونم نکته هم اضافه بکنم در مورد ریسرچ بیس بودن. حتی کورس هم خیلی ریسرچ بیسته، یعنی مثلا اینجوری نیستش که شما بخواین، یعنی خیلی از کورس ها اینجوریه که اینجوری نیست که شما امتحان بخواین بدین بابتش. مثلا تهش میگن یه پیپر بنویس تحویل بده، یه آیدیایی از اولش باید داشته باشی، وسط ترم مثلا به جای امتحان میان ترم پروپوزال اونو بعد ارائه بدی، مثلا تهش بعد مثلا کل اون فاینال پراجکت رو ارائه بدی. برای خیلی ریسرچ مهمه. اگر که علاقه ندارین یه ذره گریجویت استادیز سخت میشه براتون. حتی مثلا تو کورس آماری که من این ترم دارم، کورس آمار مانوا، امتحانی نداریم ما. دقیقاً ما مثلا اینجوری یعنی بود به که من گفته که تو آر خودتون یعنی یه ایده ای رو پیدا میکنی که باید روشش با مانوا تحلیل بشه، براش پروپوزال مینویسی، فرضیه مینویسی، همه چی مینویسی، دیتا ست اگر داشته باشی دیتا پیدا میکنی جمع میکنی براش، اگه پروژه خودت دیتا جمع کن که بعدا هم پابلشش کن، یا اگر دیتا نیست مثلا از این دیتا های آماده ورد ولیو سرویو یا مثلا دیتا های گنده مثلا از توش 3 تا متغیر در بیار بنویس، پروپوزالش رو ارائه بده، تحلیلاشو بیار. یعنی اینجوری برام اینجوری نمره میگی. اینجوری نیست که بری بشین سر کلاس امتحان بدی مشق بنویسی و اینجوری چیزا. سایر کورس هم کورس روانشناسی اجتماعی من باید پروپوزال بنویسی، مقاله پرزنت بدی، فرضیه بنویسی براش، لیترچر بخونی. یعنی اینم ریسرچه، یعنی جدا از چیز نیستش بگی مثلا کورسه. نه کورس نیست، اینم ریسرچه. به خاطر همون یه مقدار دو سوال. نمیدونم اگه تونسته بودم به سوالاتون جواب بدم. اما ما یه 4 واقعا دقیقه اگه تایم نه جلسه خیلی 2 ساعت ممنون از ببخشید. خیلی ممنون از توضیحاتتون، مرسی، لطف کردیم. فقط یه سوال دیگه، من نمیدونم فکر کنم منظورم رو درست نرسوندم. اینکه من سوال اصلیم اینه که مثلا به عنوان مثل حالا هر گرایشی وقتی که پی اچ دی میخونه در نهایت کار کلینیکی انجام میده یا نه، یا اونو یعنی کلا شغلش به عنوان ریسرچ میشه. من حالا خیلی منظورم به پی اچ دی خوندن توی هیت پزشکی پی اچ دی خوندن ریسرچ انجام دادن نیستش. کار کلینیکی رو که قطعا کسایی که کلینیکال میخونن انجام میدن. مثلا خیلی از افراد بعد اینکه پی‌اچ‌دی تموم میکنن میرن اینداستری و اصلا کارشون با ریسرچ تمومه فور لایف لانگ. ولی یه استادی داریم ما اینجا دنیل نیومن که الان تو پیج دانشگاه هم دیدیم، اون گفت حداقل تا زمانی که تو این 5 سال داریم پی‌اچ‌دی رو میخونین جوری رفتار قراره بکنین که انگار قرار بعد این بشین استاد دانشگاه. یعنی جوری باید ریسرچ بکنین که انگار قرار بعد این استاد دانشگاه بشین. یعنی اینا با آینده شما کاری ندارن که میخواین برین بعدش تو اینداستری یا میخواین برین بعدش تو آکادمی بمونید.
اینا با اون 5 سال از شما انتظار دارن فقط ریسرچ. به خاطر همین ممکنه در نهایت شما بخواین کار کلینیکال بکنین، ولی تو این 5 سال از شما ریسرچ انتظار دارن. حالا من داستان سایدی و اینجور چیزا رو نمیدونم، ولی کسایی که دارن اینجا کلینیکال پی اچ دی میگیرن به هیچ کدوم هم اکثرا نمیخوان در نهایت استاد دانشگاه بشن، در طول پی اچ دیشون دارن ریسرچ میکنن. اینجوریه دیگه، نمیدونم تونسته باشم جواب بدم. مازر یه نکته رو من بگم، اگه تایم جلسه رو 2 ساعت گذاشتی، نمیدونم تیمز اینجوریه که یهو خودش قطع میکنه میره بیرون یا چه جوریه؟ چون تقریبا نه تیم قطع نمیکنه، اوکی میتونه بره بالا. اوکی خب. من این تایم رو 2 ساعت گذاشتم و احتمال زیاد تا 11:30 دیگه، الان یه رو بیشتر وقت ندارم. خب من دارم سعی میکنم تو چت جواب بدم که هر دو زمان چیز کنم. خب خانم بیتا دستو بیا پایین. سوال جواب وقت کن. سوال تو بپرس. خانم سولماز صدای شما رو نداریم. دو تا ریشی میتونم. من جواب ایشونو بدم، رویا سیفی؟ جواب هر کسی رو دوست داری بده. اوکی. این که گفتین مثلا خیلی تغییر رشته یا رو دوست ندارن و اینا، من خب خودم کارشناسیم بالینی بود، ارشدم عمومی، الان دکترای شناختیم. خیلی اینجوری نیستش که ربطی داشته باشه که حالا چه رشته‌ای خوندین. اگر که شما بتونین این تغییر رو توی اون گرایش، توی مخصوصا SOP یه جورایی مثلا توضیح بدین و اون خط پژوهشی و حالا اون علاقه‌مندیتون که به سمت حالا اون شناختی یا نوروساینس رفته رو بتونین خوب توجیه بکنین و توضیح بدین، مشکلی پیش نمیاد براتون. من دیگه نمیدونم خانم سولماز دست رو نتونه صحبت کنیم. یا تایپ کن یا چیز کن دیگه. آقای مصطفی تو دست رو چیز کن. شما بپرس. من یکی از سوالا رو دارم نگاه کردم جواب بدم که متن ایمیل ریمایندر چجوری باشه. به همون ایمیلی که قبلا بهشون زدین یه ریپلای بزنین که بدونن اون یه ایمیل قبلا بهشون زدین و خیلی مؤدبانه بهشون بگین که میدونم که سرتون شلوغه مخصوصا در این موقع از سال و مثلا متوجه هستم و این حرفا، و بگین که ممنون میشم اگر که مثلا سوال منو، درخواست اینکوایری منو مثلا کانسیدر بکنید. در همین. دوستانی که من یه سوال دارم میبینم اینجا که ارشد مجدد میخوان اپلای کنن و رشته ارشد و کارشناسیشون کامل غیر مرتبط بوده، یکی از ریکوایرمنت های اکثر دانشگاه آمریکا و کانادا اینه که شما حداقل یک مدرک مرتبط با روانشناسی داشته باشید. حالا این مدرک میتونه نمیدونم هم میگن رشته های فامیلی استادیز و هلس و مثلا جامعه شناسی و اینجور چیزا باشه. وقتی رشته شما رشته مثلا همین پارچه و لباسه، خیلی مرتبط نیست و عملا من فکر نمی‌کنم شما به تو میگن اون ریکوایرمنت رو داشته باشین که بتونین اپلای کنین. به احتمال خیلی زیاد اصلا ریکوایرمنت ها رو ندارین و در خیلی از این شرایط به بچه‌ها پیشنهاد میشه که تو ایران ارشد روانشناسی بخونن، چون دستشون بازتره و بعدش اپلای کنن برای دکتر. حالا باز میگم مثلا رفتی و به شرطی که ریسرچ شما مرتبط باشه هیچ ایرادی وجود نداره در اینکه لیسانستون مرتبط نباشه، ولی حداقل اون یک مدرک مرتبط رو باید داشته باشه.
فکر کنم سوال اون ایمیل ریمایندرم که هیچی دانشگاهی که آمریکا هستن بله میتونن ویزا بگیرن، ولی متاسفانه درصد ریجکتی خیلی بالاست. هرچند من برخی دادم که برای خانواده‌شون ویزای توریستی گرفتن، اما متاسفانه درصد ریجکتی ویزا اخیراً تو این یه سال گذشته خیلی رفته بالا و احتمالش هم من میگم که چون اپلیکیشن رفته بالا، چون به خاطر همین رفته بالا. همون درصد و چیز نسبت احتمالاً یکی. و حالا از زمانی که بایدن اومده بله خانواده‌ها میتونن، بچه‌ها میتونن برای خانواده‌شون ویزای توریستی اقدام کنن. ولی دوران ترامپ طبیعتا ممکن نبود اصلا ویزای توریستی صادر نمی. بلد بودن آر و اس پی و ماشین لرنینگ و آشنایی بیجا بستگی دوباره به ریسرچتون. ریسرچ من جوری نیست که ای جی و نمیدونم ماشین لرنینگ به دردم. ریسرچ من جوریه که آر و اس پی اس کار من راه میندازه و در شرایطی که یک شو بلد باشم کارم تا حدود زیادی راه میافته. ولی اینکه لازم باشه همه‌شو بلد باشین نه، به نظر من لازم شاید برای نوروساینس و شناخت خیلی لازم تر باشه که ای جی و نمیدونم ماشین لرنینگ و کدنویسی پیچیده یاد بگیرید. سابقه درمان برای تحصیل من فکر نمی‌کنم تاثیر زیادی داشته باشه، به شرط اینکه ریسرچ داشته باشه هیچ تاثیر خاصی نداره. این موارد خب من متأسفانه نمی‌کنم وقت دوستایی که چیز من چقدر سوال یا اینا رو دیگه تو گروه بپرسین دیگه، کسایی که میخوان دستاشون بالا سوالاشون رو بپرسن، ما که تو گروه داریم جواب میدیم. حالا اینجا دیگه من تایپ نکنم تو خوب اگر ممکنه میتینگ های دیگه در آینده میزنم. به خدا همین به خدا به جان خودم من الان باید 5 تا مقاله بخونم هنوز نخوندم. ددلاینش هم امشبه. من فکر کردم این میتینگ هفته قبل داریم. دیگه این کسایی که دستشون بالاست. آقای علیزاده تو یه سوال پرسیدی تو اجازه نمیدم. خانم نفیسه تو میکروفون تو باز کن سوال بود بعدش. سلام، صدای منو دارین؟ بله بله متشکرم. مرسی واقعا از وقتی که گذاشتین و نکاتی که مطرح کردید واقعا خیلی ارزشمند بود. من یه سوالی واسم پیش اومد. فکر کنم آقای باقریان اشاره کردن که موقع اپلای مقاله نداشتم. حالا من نمیدونم کلا مقاله نداشتید یا اینکه حالا کارشو انجام داده بود و پابلیش نشده بود. سوال من اینه که اگه توی همچین شرایطی باشیم مقاله نداشته باشیم یا حالا همون ابتدای کار مقاله باشه و پابلیش نشده باشه، چجوری به نظر شما خودمون رو پرزنت کنیم که نشون بدیم آقا مثلا من توانایی ریسرچر دارم ولی خب حالا مثلا این مقاله رو ندارم. خب چون این سوال رو یه مقدار مترجمانه من جواب بدم. ببینید من مقاله نداشتم درسته، ولی یک تعداد کارهایی کرده بودم که حالا یا آندر ریویو بودن یا من به عنوان رایتینگ سمپل ارائه دادم به دانشگاه. درسته پابلیش شده نشده بود ولی من رایتینگ سمپل اونو به عنوان رایتینگ سمپل ارائه دادم. ولی چیزی که این از شما انتظار دارن اینه که به هر طریقی در ریسرچ درگیر شده باشید. خیلی از دانشجوهایی که اینجا میان برای دکترا اپلای میکنن از لیسانس مستقیم میان و اصلا هیچ پابلیکیشنی ندارن ولی ریسرچ اکسپریانس داشتن. حالا چجوری دارن؟ یا که تو لبای این استادا به عنوان ریسرچ اسیستنت کار میکنن. مثلا من سال گذشته که آری بودم تو پروژه استادم، خود من یه ریسرچ اسیستنت داشتم از دانشجوی لیسانس که با اون میرفتیم مصاحبه میکردیم. یعنی اون به اصطلاح زیر دست من داشت مصاحبه میکرد از بچهای لیسانس، بچهای مثلا 8 تا 10 ساله. بعد این مثلا یه تجربه ریسرچه که یه جوری تو ریسرچ اینوالو شدن، یه جوری تو ریسرچ شرکت کردن. حالا شما دانشگاهی تو ایران زیاد این شرایط وجود نداره برای کار کردن. به خاطر همین من میگم حالا میتونید به هر طریقی یا روی یه مقاله کار کنید یا با دانشجوی دکترا تو ایران یه جوری لینک بزنین کار کنید، یا اصلا یه پژوهشی انجام بدیم تو کنفرانس‌های ایرانی پرزنت کنید. خیلی هم میگن مثلا ارزش نداره ولی به نظر من به هر طریقی میتونه نشون بده دیگه. یعنی اینکه تو به ریسرچ علاقه داری، تو به پژوهش علاقه داری و میخوای ادامه بدی. کنفرانس های ایرانی پرزنت کردن به نظر من فرصت خوبیه. حالا چیز خاصی که نمیخواد، خدا رو شکر که تو ایران اصلا دیگر پیکر همینجوری. یعنی تو کنفرانس ها همینجوری 3-4 نفر جمع میشن دور هم میگن یه پولی بگیریم یه کنفرانس بزنیم جوجه بزنیم بدن. ولی خب حالا میتونیم بریم که ریسرچاتون اونجا ارائه بدیم دیگه. به هر طریقی نشون بدین که به پژوهش علاقه دارین دیگه. خیلی مواقع میگین ریسرچ رو بلدین ولی متأسفانه خیلی بلد نیستن و استاد ازتون سوال میپرسه اطلاعات نداریم. به خاطر همین من فکر میکنم که بهتره که خودتونم وقت بذارین کتابا رو بخونین و استاد اگر در مصاحبه سوالی چیزی ازتون پرسید در مورد ریسرچ و روش‌های پژوهش و اینا بلد باشید. مثلا یکی از چیزایی که من فکر میکنم خیلی مثبت بود برام این که استادم ازم پرسید تو
من بهش گفتم من دارم با آرم تمرین میکنم و دارم ریسرچ گفت یه سوال پرسید گفت داری کدوم تکست میکنی چجوری داری برای آرم خودت آماده میکنی. من دقیقاً اسم تکست بوک رو گفتم، بعد گفت آره این تکست بوک رو دارن تو دپارتمان من درس میدن و هر کسی میخواد با آرم کار کنه میره همون. یعنی دید که من دارم اینا رو میخونم و با این تکست بوک ها و لیترچر آشنام تاثیرگذار. نه اینکه مثلا بگم خب من بلدم، اینجوری نیست. یعنی یه مقدار جزئیاتی ازتون ممکنه بپرسن تو مصاحبه. اینجا به من میگه 5 minutes left in your meeting. بعد دیگه این سوال دیگه یه سوال دیگه آقای خانم نفیسه یه چیز کن سوال تو بپرس یا همون بود دیگه الان جواب دادم یه دارم رد میدم. آره همون بود. مرسی لطف کردی. بعد به نظر من ایرادی نداره به چند تا استاد ایمیل بزنیم، ولی ترجیحاً صبر کنید دیگه. به همه‌تون تو یه شب ایمیل نزنید، به یکی ایمیل بزنید اگه جواب نداد اون یکی ایمیل بزنید. میگه تو یه شب خب بالاخره اینا با هم حرف میزنن، ممکنه اتاقشون کنار هم باشه. ولی باز صبر کنید که یکی جواب نداد به اون یکی ایمیل بزنید. و هیچ ایده‌ای نداره تو اسوپیتون میتونین تا اسم 3 نفر رو بیارین. خیلی‌ها میگن اصلا اسم 3 نفر رو بیارین که میخواین با اینا کار کنین، میتونین اسم 3 تاشون هم. خیلی من تو دپارتمان قبلیم چند تا دانشجو بودن که 2 تا سوپروایزر داشتن، یعنی 2 نفر بود سوپروایزر. پیشینه گفتم دیگه پیشینه ریسرچ هم که گفتیم دیگه فکر کنم بیشتر از این خانواده دانشجوی که آمریکا هستن میتونن توریستی بیان. جوابتم دادم دیگه. فکر کنم دیگه دارم هی پیامای تکراری رو میکنم. مرسی. خب آره واقعا با یک دانشگاه خارجی کار پژوهشی کنیم حتما بهتره، ولی اینکه چطور نمیدونم پاسخی ندارم. خب فکر میکنم بس دیگه پاشیم بریم به کارمون رو بعد جمع کنیم بریم. خسته الان اینم نباشی. چیز میشه. پس شما خسته نباشید. مرسی از همه اینایی که اومدن. مرسی از ممنون. سپیدی که امروز وقت گذاشت اومد خواهش میکنم. و مرسی. من امیدوارم بتونم این ریکوردینگ رو نمیدونم چجوری سیو میکنه چیزی ای ندارم، ولی آره یک کاری میکنم دیگه. مراقب خودتون خسته باشین دیگه. نباشی. اگر خیلی عالی باز بود. تو گروه ممنون. چیزی بود من بذار من حرف بزنم بخور. باز تو گروه اگر چیزی بود من بپرسین جواب بدیم دیگه. همین بریم پی کارتون دیگه. ساعت چنده؟ ساعت 11:30. آره ساعت احتمالاً 8 شما. نیست دیگه. همین بس شما نرمتون. خسته نباشید. عالی بود. مرسی. حالا سوال گوگل فرم هم که البته موندش، ولی خب ایشالله بازم وبینار میذاریم. ببخشید من اولش من نشد باهاتون سلام علیکم گوگل دور فرم رو اومدم یه و نگاهی کردم. به فکر می‌کنم به اکثر سوالاش اینجا پاسخ داد. حالا باز اگر کسی چیزی بود تو گروه بپرسه. ما که دیگه همیشه محض رضای خدا با ادبیات سنگین من صحبت کنیم. بریم. خداحافظ. خیلی خیلی دیگه بریم دیگه. مرسی. خداحافظ. خداحافظ. خدا